کل تاجیک دنیا سلام میگویم. مسافران به ما هم نوا سلام میگویم. بهانه همگان نوبهار میخواهم، اگرچه چیله سرما سلام میگویم. به هر مسافری از خویش و اقربا دور، غریب شهر غریبا سلام میگویم. به مادری که همیشه دو چشم سوی ره است، دو دست بهر دعاوا سلام میگویم. به کودکی که پدر گفته روز می شمارد، به همسری تک و تنها سلام میگویم. خلاصه بر همه مخلصان برنامه به خانه خانه تمنا سلام میگویم. السلام علیکم. خاندانتان پر از فیض الهی باشد، دسترخوانتان از نان پر، کودکانتان سیر و از غم دنیا دور باشد. با همین دعا و تمنیات نیک برنامه امروزه را حسن افتتاح میبخشم. برنامه پرنده های مهاجر است و واقعا این برنامه هم در همان سلسله ماراتون است که گذرانیده ایستاده‌ایم در دفاع مردم بدخشان عزیز و این برنامه را برای دفاع حقوق مادران اهدا کردم و نام همچنین گذاشتم. نام موضوع همین برنامه بشکند دست مادر آزاران، بشکند دست که مادر را زند. شعر بوده میخواد بشکند دست مادر آزاران. این امروز که در شبکه‌های اطلاعاتی از باب ربوده شدن مادر یک نفر بلاگر تاجیک با نام عبدالرحمن 09 که شعرزاد نام دارد، اصلا درباره او اینقدر انتشار کرده، نوشته ایستادند، خوانده ایستادند. فقط مادر او نه، مادر او نوبتی است. قبل از او هم خیلی ربودند و خیلی آزردند. پیش از مادر عبدالرحمن آزرده ترین مادر که نوهش به فلک پیچید، آه و شیونش بر فلک پیچید، ناله هایش تا به گوش فلک رسید، این مادر گلبدین بود. و همراه مادر گلبدین تمام پامیر، تمام بدخشان میگریست، تمام مادران تاجیک میگریستند، خواه فهمند خواه نفهمند زبان او را. قبل از او هم خیلی مادران را آزرده بودند، آزرده ایستادند. هر یک مهاجر که امروز آزاداندیش است، صاحب فکر بکر خودش است، آزرده شده ایستاده است. هر یک مهاجری که آزادانه در افیر در شبکه های اطلاعاتی برآمد میکند، در تاجیکستان مادرش را آزار میدهند، سوال جواب میکنند، جیغ میزنند بر مقامات ها. و عجب این است که زن را آزار میدهند. چه مردی است وقتی که یک ضعیفه را بر مقامات فریاد میکنه، ضعیفه که پر از احساس رحم است، شفقت است، او را فرزند تو فلان کار کرد گفته، آخر فرزند او دیگر کودک نیست، دیگر 18 ساله گذشته است و کامل حقوق است و مادرش را آزار میدهند. آنهایی که میدانند الکی خوب است که برخوردار هستند و خبر هستند، آنهایی که نمیدانند گفتنی هستم که مادر انا همین جوانی که عین حال در آینه نیلگون خود، در آینه گوشه موبایل خود میبینید، مادر او را ربودند. 5 روزی رسا شد، 5 شبانه روز باز مادرش نیست. در کجا نامعلوم است. اول گوشه موبایلش را ربودند. کارمند شعبه کارهای داخلی میلیسا گوشه موبایلش را از دستش زده گرفت. بعدا کافته رفتند. وای میلیسا در یک شب خود از خود بر جای دیگر به کار رفته است. پیدا کردن نتوانستند. زنگ زدند به داد که برمیگرداند، اما به وعده‌اش وفا نکرد. دیگر علاقه را قطع کرد. یعنی که یک تا تلفن فایده کرد، یک تا گوشه موبایل فایده کرد، به کیسه زد یا دیگر اجازه ندادن که برگرداند. این بار اول نیست. مادران همگان را همین خیل آزار میدهند برده و اینک مادر او را هم بردن. دیگر بعد بردن مادرش را 5 روز قبل بردن. کجا بردن؟ در کجا نگاه میدارد؟ مقامات جواب گفتن هم
نمیخواهند. کسی نمیخواهد پاسخ دهد که همین زن همین ضعیفه را کجا بردند، با نام مرده کجا سر برداشته گشتند که یک ضعیف را برده حبس کردند یا نکردند، اقلا گفتن نمیخواهند. خب از بردن اگر ناموس کردند، اگر از گفتن ناموس کردند، چرا بردند؟ بعد که گناه کردند بگو که نزدیکانش او را از شوبهتان خبرگیری کنند او چی خورد اونجا، گرسنه است، سیر است، چی میخواهند از این زن؟ ناله مادر این زن را وقتی میشنوید، اصلا وقتی که کودک فرزند 80 ساله شود هم برای مادر 100 سالش و کودک است. مادر 60 ساله برای مادر 80 ساله کودک می نماید. و وقتی که همین مادر عبدالرحمن می گرید، برآمد می کند، درباره فشارها می گوید، اینکه از کار ورا رانده بودند و که دکتر بود از کار راندند و در حیرت بود حتی راهبر کارخانه او که او را از کار رانده بود. بعدن مادر او یعنی بیبی کلان عبدالرحمن، بیبیش ماماش میگویند در جنوب کشور حال زار دخترش را میبیند که در فراق فرزندش چقدر میگیرید. ناله های زار او را هم که کارمندان رادیوی آزاده ثبت کردند، حالا به سهم شما حواله میکنیم، ببینید که چقدر انسان را بر حزن و اندوه زیاد فرا میگیرد. گوش میکنیم. بعدا من یک شعره که میخوانم محض برای آنهایی که انا همین مادر جان های ملتی ما را، همین زن و ضعیفه های مادر ما را که خودش دلشان نیم است، نصف دلشان مانده، فرزندانشان مهاجر است، برای اینها یک شعر میخوانم. خب مرحمت. خدمه قبیله نتونستم، گفتم می دریجه یگان کس گپی راست نمیگره، همه گپ. این زن برای گم شدن دخترش گریه می کند. فرزند او شاهده محمد جان و به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری می کنند. نزدیکانش می گویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جان و تا این دم بی نتیجه بوده است. وحدت رفتم، وحدت همون نمیدونم عدیل ششم عدیل چیه، همونجا رفتم، پاپکا در دستش برآمد. بعد گفت که نمی آدمای. بعد گفتم، بعد من نزدش رفتم، خیلی نگاه کردم، گفت که یک دقیقه بیستی با عبرت ندار آمد. مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمی‌دهند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بی‌درک شدن محمد جان و یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می‌فرستند. شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جانوف بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. چند باره که مادر مرا به شعبه‌های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنی کره گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت تسینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه. دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جان و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد. خواهش من همینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق، طلب دارم که در جان بدن دختری من گپ زنن. سازمان‌های حامی حقوق و گروه‌های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسف. خب تشکر میگویم بر کارمندان رادیوی آزادی که ما از این نواره
تای آماده کردهشان استفاده برده. از همه شنونده ها تماشابینان هم برایشان مینداری اظهار میکنیم. خب یگان بار دوام همین سالهای آخر از یگان رسانه آیا خواندید که یگان کشور دیکتاتورترین هم دیکتاتوری هم مادر یگان نفر را دزدیده برده باشد؟ شنیدید؟ یک روسیای بزرگ، انا راهبر کرمل مثلا، دشمن غدارش را خود دشمن غدارش را زندانی کرد. مثلا نوالنی را، مادر او را یافته زندانی نکردند. در یگان جا این خیلی قانون و قاعده نیست که زن را، مادر را، یک ضعیف را بری و حتی نگویی که در کجا پنهانش کرده، در چه حال است او، چی میخورد، چی مینوشد. خب بگذار شکمش سیر باشد، اما بگذار عذاب نکشیده ایستاده باشد به طور خودتان، اما این همه خویش و تبارانش در چه حالت هستند؟ البته تاجیکان عزیز ما که امروز این حال مرا دیده ایستادند، تاجیکستانیان عزیز، همه آنها مسلمان نسبانی که این حال مرا میبینند، میدانید که در قرآن کریم یک سوره هست، سوره مسد، اونجا گفته شده است بشکند دست ابولهب. در خاطر دارید؟ سوره تبت هم میگویند. خب من برای شما آغاز کردم، آغازی همین شعر، یک مصرع اول که دست ابولهب شکند گفته آورده شده است، برایتان قرائت میکنم. ما وضع امروزه همین بر مادران زیان کردن ها را به نظر گرفته نوشتم. شکند دست بولهب شکند، دست مست می و طرب شکند، دست این دزد بدلقب شکند دست بولهب شکند. گیرد آه و ابال رنجوران، آه بیچاره حال و مزدوران، با دعای تمام رهدوران بشکند دست مادر آزاران. نام مردی که زیر پا کردند، دزدی زن به خود روا کردند. از کجا مرد؟ جمله نامردند، بشکند دست مادر آزاران. در وجدان به خاک بسپردند، پل شد ایمانشان همه خوردند. دست بر روی مال زن بردند، بشکند دست مادر آزاران. خانه شیران پست خرمشتند، گوش دل را خانه شیران پست خرمشتند. گلبدین را ربوده و کشتند، و بدخشان به خونش آغشتند، بشکند دست مادر آزاران. نوحه زار مادر پامیر، گوش دل را شکافته چون تیر. و بلامش شده است عالمگیر، بشکند دست مادر آزاران. 130 سال هست علتمان، ملک در بند ظلم و ذلتمان. با دعای تمام ملتمان، بشکند دست مادر آزاران. شکند دست بولهب شکند، دست مست می و طرب شکند. دست این دزد بدلقب شکند دست بولهب شکند. دست دعا بردارید، دعا کنید دستی که بر سر مادر برداشته شد، دست مردی که به خود روا دید زن را ظلم کرده زندانی کند، شکند. دعای مادر میگیرد، دعای مهاجر میگیرد و دعای مادر مهاجر دوچند میگیرد. ما را که بیشتر مهاجر مادران تماشا میکنند، کل مهاجران تماشا میکنند، دعا کنید دست ظلم از سر این ملت علت دیده، ملت ذلت دیده برداشته شود. همچون مادر من هم خود را مادر گلبدین احساس میکنم و ناله مادر او را دیده من هم مادروار در میگیرم و من اینجا تنها نیستم. چقدر مادران حال زار داشته هستند. ظرفا را در خاطر دارید؟
زندانی کردن. بعد از او شما باور میکنید که فایز نیسا واحد و وکیل دفاع، نامدارترین، صادقترین، پرعملترین یک زن وکیل دفاع که در تاجیکستان همواره از پی دفاع حقوق بیچاره حال و بیچاره نالان بود، دیدید؟ آیا باور میکنید که او خودش وفات کرده باشد؟ او را هم کشتند و خیلی دیگر زنها از دست این رژیم امروز ظلم شدید دیدن، حالا هم میبینند. حالا هم چندین مهاجران چندین مراتب در برآمدهایشان گفتند که مادرانشان را بر مقامات های قدرتی دعوت کردند و آنها را ظلم و شکنجه دادند. اگر با زور دست هم نه، اما نگفتند که با زور دست، اما با سخن، با این همه سخت گفتاری ها. در خاطر دارید یک خواهری که بر حجاب او دست درازی کردند و خیلی با یک ذلت و با خورکنی ها او را هم پروینه نام داشت. پروینه رحمت الله و خواهر شهرت رحمت الله او را هم آزرده بودند و نوارهایش را هم تماشا کردیم که این خواهر خیلی گریسته بود. اگر در رفت برنامه تنظیمگری آواز پیدا میکنن، کارگردانی ما نالای پروینه رحمت الله را بر سمع شما میرسانیم که نسبت او هم چقدر ظلم را روا دیده بودند. این بار اول نیست. اکنون یک بار تصور کنید، مردی که دست برداشت، بر زن خودش نه، بر زن بیگانه هم دست برداشته توانست، او چگونه میتواند خود را مرد، کلمه مرد گفته معرفی کند؟ مردی که به خودش اجازت داد که مادر یک نفر را دزدیده برده زندان کند، دزدیده برده، مادر که یگان گناه، یگان بدگویی نکرد، گناه صادر نکرد، او را برده زندانی کرده باشد. خب واقعا اگر حرف گفتنی دارید، اگر میخواهید در این برنامه شرکت کنید، چون هر وقت با لینکی که گذاشته شده است، سراغی که گذاشته شده است، انگشت نهاده وارد شده میتوانید، یا زنگ زده طریق واتساپ، وایبر با ما پیوسته حرف زدن میتوانید. حالا درباره شاهده محمد جانوه که مقامات اطلاع دادن نمیخواهند، من اطلاع میدم. آماده باشد اگر پروینه برآمدشان گوش میکنیم. این هم یک نفر مادر است، یک نفر مادره که او را آزردن برای رویمال داشتنش، سطر داشتنش. دقت دهید، دستی که حجاب حیا را از سر بدر کرده توانست، فردا نمیتوانیم بعد آن که حجاب حیا را ظالمترین دست بر حجاب برداشته می شود، وقتی که توانست حجاب حیا را از سر زن بدر کرد، فردا نمیتواند مقابل به حیایی هایی که سر میزند در جمهوری، در منطقه کشوری عزیزمان، مقابل آن برخسته تواند. آماده است؟ گوش میکنیم. مرحمت. گفت که بگیرن این رو سیاه میکنه دلتون در این سوزه اینا خوینای خدا زدن. Он, подполковник Машраф Истамзода, сказал: «Это семья, враги народа. Не поддавайтесь на ее уговоры». Женщина просила ее отпустить, потому что плохо себя чувствует, шла к врачу, а дома 2 детей-инвалидов. Меня схватили 2 и волоком потащили вниз, заставили подписать какую-то бумагу, отобрали телефон и стали его проверять. Ничего не нашли. Один сказал: «Ты строишь из себя невинную овечку? Это ты организовала нападение на заставу Ишкабод. Ты член Хизби Тахрир». После этого потащили наверх к начальнику. Он, Истамзода, проверил мой телефон и сказал, что теперь я полностью в их руках, и все, что они захотят, они разместят в моем телефоне. Разместим в твоем телефоне черные флаги ИГИЛа. Обвиним тебя, что это ты организовала нападение на заставу Ишкабод. Напишем оскорбление в отношении президента. Разместим карикатуры на него. И запросто, без суда, можем тебя посадить.
как сестру врага народа. Мы хоть сейчас можем посадить тебя на 15 суток и делать с тобой все, что захотим, и никто ничего сказать и сделать не сможет. Нилуфар Раджабова. Я им сказала еще раз, что меня ждут дома 2 ребенка-инвалида. Они без моей помощи даже до туалета не могут дойти. Истамзода сказал: это тебя Бог наказал, как врага народа. Правильно сделал твой муж, что бросил тебя с твоими уродами. Они отродья врагов народа и не имеют права на жизнь. Там было около 15 человек в кабинете этого подполковника Машрафа Истамзода. Он сказал им: разденьте ее догола, изнасилуйте ее, пусть один снимает на видео, отправьте это видео ее брату, пусть ее предатель-брат посмотрит и покончит с собой. Ты здесь покончишь с собой, а твой отец в тюрьме покончит с собой от позора. Подполковник подошел ко мне и попытался сорвать с меня одежду. Он взял со стола баллончик дезодоранта и сказал, что сейчас изнасилует меня этим баллончиком. Я скрестила руки на груди, он потребовал убрать руки и добровольно раздеться. Он пытался сорвать с меня одежду, но я сопротивлялась. Тогда он ударил меня по голове рукой, обмотанной шарфом, и я упала на пол. خب با زبان روسی پیدا کردیم و باور دارم که همگان زبان روسی رو میفهمند. انا این ناله یک زنی که در تاجیکستان در شعبه کارهای داخلی، در شعبه که یکی از جزئی همون حفظ حقوق حساب نمی شود، آنجا باید حقوق او حمایه کرده شود. تا چه حد رذالت را نسبتش روا دیدن، تا چه حد نامرده، تا چه حد خشونت نسبت یک مادر. چرا در چشم اینها همین حجاب حیا، همین سطر اینقدر بد می نموده باشد؟ در چشم مرد چگونه می تواند رویمال سر زن بد نماید؟ از سر گذرانیده ایم. وقتی در یگان مکتب می رفتیم، بعضا راهبران با تمام وجودشان با لرزه به خشم می آمدن، می گفتند آدم بر این شده درا، آدم بر این لباس پوشیده. در کجا دیدید که یگان میمون یا یگان فیل، یگان کنگورو مثلا رویمال پوشیده باشد؟ چه خیل آدم بر این شده درآید؟ بی کلان همین کارمندان مقامات چگونه لباس می پوشیدند که اگر لباس ما آدم بر این نباشد؟ وقتی که امیدجان تاجیف را که از اسفره بود و لباس مردانه با شاگردانش می آموزان، لباس مردانه پسرکانه برای خوانندگان مکتب می دوختند و همین یک دوزنده بود، یک هنر خوب داشت. او را هم بردن با هزاران تهمت که برگردنش بار کردن. خب موضوع امیدجان تاجیف را یک کنار میگذارم، حالت مادر او را میگویم، حالت همسر او را. وقتی که مردهش را آوردن، بیچاره مادرش، همان همسایه و خویش تبارانش، وقتی که گوش کرده بودم، من رفته بودم روز ماتمش، زنها گفتند وقتی که مردهش را آوردن، یک پایش از بدن امیدجان یک پای او کلانتر ورمیده بود. از آشیانه بلنده از بالا هوا دادن. او را خیلی فیضینوسا واحده و کوشش کرده بود که بر پروکراتور رفته از آنجا اجازت گیرد که بر دکتر نشان دهد پایش شکسته است، عذاب میکشد، تبش یخ خیلی بلند است، تمپراتور میگویند به روسی، اما اجازت گرفتن نتوانست. بالاخره او در همان کامرا در حبسخانه مرد، وفات کرد، یعنی بندگی به جا آورد. و وقتی بردند، مردم گمان کردند مادرش داد و فریاد میکند اینقدر زنی به ایمان روی فرزندش را کشاده، شهیدیت مبارک باشد بچم گفته است. این را وقتی که زنها گفتند، واقعا تمام همان خانه به لرزه در آمده فریاد زده گریسته بود. هر نفر ایمان دارد، مادر است یا پدر است، یک مسلمان است، عین حال شنیده ایستاده مرا گریسته ایستادند. واقعا طاقت کردن دشوار است. وقتی که با همسر او گفتگو کردم، از گریه چشمکانش ورمیده، هوا خنک، در دستش یک کودک تخمین 1 ساله است، باشد یک ساله است یا کوچکتر یا بزرگتر از 1 ساله. گریسته بند دستش را کشاده نشان داد که دان و نادان سوزندارو خلیده رواندند
رگ دستش را خیلی ملیسه که دکتر نیست، رگ دستیابیش آسان نیست. اینقدر آزردن، از در ملیسه خانه در آوردن، میگوید از گریبان هم گرفته کشاله کرده هوا دادن بر روی صحنه و همون ملیسه هایی که در آورده هوا دادن گفتن گیرید هر کاری خواهید کنید. و ما رفتیم به کنسرت. همون روز کدام یک سراینده در اسفره کنسرت داده ایستاده بوده است. بر زن تاجیک، بر مادر تاجیک روا دیدن. برای کدام گناهش؟ شوهرش که یگان گناه هم نکرده بود، کشتند او را. اما دانسته باشید چون که خداوند هست، دانسته باشد که این همه ظلم و این همه تهدیدهای شما هم تو به نتیجه نمیماند. پروردگار هست، پاداش جمله این ظلم و ستم شما را خداوند میدهد. شم پیش از آن که خاموش شود در گرفته کم میماند، پیش از آن که خاموش شود کمی بلندتر در میگیرد. همین فروزانک هم قبل از آن که سوخته نابود شود کمی روشنتر در میگیرد، بعد میسوزد. این را چه میگویند؟ قبل از مرگ جان سرک، پیش از مردن آدم هم یک بار هوشیارتر شده گپش را گفته چشم میپوشد. این یک قانون است، قانون طبیعت است. وقتی که زوال نزدیک می شود یک بار از خود می رود. همه مردن نزدیک شده، زوال همین حکومت نزدیک شود از خود می روند. مگر مردی است که انسان مسلمان یک بار کارت را باید به خود خلاند، اگر درد نکند به کسی دیگر خلاند؟ شما یک بار خواهر خود را، مادر خود را تصور کنید که انا همین کارا، همین حالت را بر نسبت مادر و خواهر شما روا دیده ایستادند. چه کار کردند مخالفین؟ یگان کارمند شعبه های کارهای داخلی سودیا پروکراتور را، خواهر و مادرش را یگان کاری بد نکردند که، ظلم نکردند که. مخالفین چه کار کردند که شما این همه ظلم را بر ضعیفه ها روا میبینید؟ همان همسر امید جان که 4 کودک خردسال دارد و کلانیش اکنون مکتب خوان شده است، او را فریب داده برده بودند. ناله زار او را اگر لرزیده در هوای سرد زمستان گریستنش را میدیدید، حال زار او را میدیدید، هر نفری که به جای من دیده می ایستاد میخواست فوراً از تاجیکستان برآمده رود، دیگر چون که باور نمی کند بر بودن حقیقت در آنجا، بودن عدالت در آنجا. نخواد که از همه این رهبر دولت بیخبر باشد، باوری کس نمی آید. نخواد تماما بیخبر باشد، نداند. نخواد که پس چرا میداند اگر از اینها خبر ندارد؟ باز هم سری موضوع می آیم. مادر عبدالرحمن کجا باشد؟ کجا بردند که من امروز 5 شبانه روزی رسا شد، از پگاه سر کرده روز 6 می رود. حالت همین زن را یک بار تصور کنید. نفرانی که سرشان بر دیوار همان حبسخانه ها زده است یا در دیوار همان بازداشتگاه هایی که نگه می دارند، این احوال را تصور می کنند. آنهایی که نمی دانند از کجا می دانند که در آنجا چقدر ظلم و ستم است، چقدر بددهان ها هستند که وقتی که از همان اویغورها هم قریب می گذرانند. در خطای است یک نفر را دشمن خلق می گویند، زن او را، فرزندان او را ظلم می کنند که تماما تعلق ندارند بر ظلم، بر جنایت کرده همان دشمن خلق است که آیا جنایت کرد یا نکرد. هر که آزاداندیش است، صاحب اندیشه است، فکر دارد، یک فکر تازه دارد، او را دشمن خلق اعلان می کند. آن همین طور است. آن همین یک رژیم عجیبه که دشمن خلق میگویند آزاداندیشان را. حتی همان گاهان خنده یادم میگیرد، همان کودکچه‌هایی که هنوز مکتب خوان بودند، شعر و اثرها و نثر و نظم را دوست می داشتند، نزد من می آمدند با محبت زیاد دفترچه هایشان را گرفته اصلاح کرده کم کم می فهماندم. وقتی که برآمدم از تاجیکستان، حتی همانها در شبکه اجتماعی اول گفتند که من به شما این خیلی باور نداشتم، بعد گفتند خائن ملت، دشمن خلق، بعد 1-2 سال کلانکک شدند، پرانچک شدند. شاید اکنون در آمده معلمه جان عذر میگویند، من همه‌تان را
البته که بخشیدم. شما مثل فرزندان من هستید. من میدانم که آن محیط چگونه بوایم میرساند آدم را. خب دور چاپلوسا شده است اونجا. اگر نفر در خط علاقه باشند قبول میکنیم. مرحمت. خاموش کردن، جسورانه، نه ترسانه. اگر مقابل فکری من هم فکر دارید مرحمت، من نسبت یگان کس نسبت فکری مقابلیت نشان نمیدهم، چون که آزادی سخن است، چون که من سرکانان کشور عزیزم را احترام میکنم. ماده 30 میگوید که آزادی سخن برای همه کفالت داده می شود. من پامال نمی کنم سرکانون را، زیر پا کردن نمیگذارم. هر یک ماده سرکانون، این سرکانون را بختنامه ملت گفتن ممکن است. یکی از بهترین هاست سرکانون کشوری ما. پیش از آن که تغییرات وارد کنند باز هم بهتر بود. پیش از آن که فرصت 4 ساله رئیس جمهور و 5 ساله رئیس جمهوری را بر 30 ساله مبدل کنند پای هم باز هم بهترین بود. خب در پیامک ها هم اگر توانید مرحمت نویسید فکر خود را. اگر هراس دارید از برآمد کردن اینش را هم میخوانم. 831 نفر عین حال ما را گوش میکنند. اگر حرف گفتنی دارید اینجا لینک برنامه هست، وارد شوید. به چهره، به نام، به نسب، فقط با صدا. اگر به گوشی موبیلیتان جای آواز قبول کنکش یک متای عود یکی نفیسک را پوشد، آوازتان تماما دیگرخیل می شود. دیگرخیل برنامه ها هم هست، برنامه هایی که آواز را دیگرگون می کند. مرحمت. السلام علیکم. گوش میکنم شما را. واتساپ، وایبر. مرحمت. سلام علیکم. و علیکم سلام دادر جان. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین عبد جان، سلامت باشین. سلام باشین، سلام با بینندگان شما. خب من چی گفتنیم؟ من گفتنیم که این نامسلمان ها با مسلمان ها جنگ اعلام کرده گیم. نامسلمان ها کیه؟ نامسلمان ها همون حکومت دارن که در این روز در سر قدرت هم که مسلمان ها رو دیدن ندارن، چشم دیدن ندارن. برای آنها همیشه آدمایی که مسلمان هستن چشم دیدن ندارن. من خیال میکنم که همین کوشش ها برای همین نباشم. مدر همون عبدالرحمن در ویدیو برآمد کرده گفته بود که پرزیدنت خیل هرگز نگفته بود. بله یگان چی زید دولت، زید حکومت یگان سخن گفتگی نبود. اما خیلی هست. بله درست است. کسی نشونید. یگان دلیل نیست. لیکن و یا گناهگار بر چی کردستیم؟ گناهگار بر آن کردستیم که خدا با همون زن هم خیلی فرزند بفرید، هم خیلی فرزند بود. با انا همین اینو گناهگار کردستیم. لیکن دانشته گیرن که همین حکومت رو دانشته گیرن که این همین چی همین ظلمی که بر سر مردم آوردستیم بر سر شما هم حتما میبید. حتما. البته این را خداوند هم وعده داده است که همسنگ هر ذره خوبیت خوبه و همسنگش هم وزن بدیت بدی میدیم. در سوره زلزله گفته همینطور. بله امروز این حکومت چیزی خواهد کرده شده، چیزی خواهد. حتی همین رئیس جمهور خبر ندارد. من باور دارم کار همون رئیس جمهور که چیزی که خواهین هم بزینی هم مخالفا هم خش تبارش چیزی هست. من باور دارم که فرمانی همون است. من دیگه کسادم فقط همون کار همون تمام. خب رئیس جمهوری که بر مادر خود هیکل گذاشت، زیر هیکل آبی دیده پاک میکند رفته، زیر هیکل مادری او گل میگذارند، گل دسته گل چنبر میگذارند مردم. نمی اندیشد که مادر دیگران هم مادر است. مادری که مخالف به دنیا آورد او هم مادر است. رئیس جمهور هم از روی نظر ما مخالف بر ما است، چون که هم فکر ما نیست. مخالف این نیست که فقط مخالف سیاست کشور باشد. ما مخالف وطن نیستیم،
مخالف یک عده سیاستداران در سر همون چنبرک سیاستی کشور نشسته ها یک عده حکومتداران هستیم. سیاست پیش برده آنها سیاست هم نیست. بله. یک چگیل بینوکو بیسر است. فرزندی که دلش به مادرش میسوزد، فرزندی که مادرش را دوست می‌دارد، هیچ وقت به مادر دیگر کس ظلم دست نمی‌بردارد. فرزندی که به مادر دیگر کس دست برداشت ظلم کرد، وای با 100% با مادر خودش هم خیلی است. وای همش نمایش است که اشک می‌ریزد، وای همش نمایش است. بله، مادر گلبدین گریست، تمام دنیا زیر ناله او گریست، چون که همه مادر خود را پیش نظر آورد. همین گونه که اگر درست میگوید مادر خود را دوست می داشت، مادر کسی را آزار نمیداد. گر مادر خیش دوست داره آزار مده به مادر من. این یک شعر خوبی هست. خوب، درست. دادر به فکر شما چرا علیه اسلام می ستیزند؟ چرا دین ستیزی دارند اینها؟ برای که خوجه خارجیش که خوجه خارجی دارد، آنم خوجه خارجیش نمیگذارد که اسلام پهم شود در تاجیکستان. من هم خیلی فکر دارم خوجه خارجیش که مسلمان نیست، انا همینم با پای همون رحمان کنم با پای همون رفته شده است، لیکن خطا است، 100% خطا است. یک روز این همش آشکار می شود لیکن بعد دیر می شود. امروز با مردم که نشد، مردم فرد و زیدی من اوسوستا زیدی پرزیدنت همه خریستوس، زیدی رحمان همه خریستوس. دیگر مردم همه میدانند. بله، این نشانه همون است که قریب ماندگی است. قریب ماندگی است رنگی که رنگ عسکر هم که رئیس جمهوری قرقیزستان، قزاقستان هم بله پیشوا بود. بله هیکلش را در زنده بودنش گذاشتند، بعدن چاپه کردند هیکلش را و تمام رسانه ها رسمی هیکلش را. من امروز هیچ کی حتی خش تبارش هم من از وظیفه گرفتم، و چند پولایی که گرفتم وقتی جمع کرده بودن طلب کرده بودن که برگردونده بیارن. این باید درس شود، با دیکتاتور باید این درس شود، لیکن با فکر من که این فایده نکرده است، بسیارتر ظلم کرده است به اولای مردم. این با نکی نمیورد، این با خوبی نمیورد. درست است. وقتی که بنده را اینقدر توصیف کردن که تا برابر خدای رساندن، خداوند به اجازه نمیگذارد. بر دل بنده های به ایمانش خداوند آنقدر می اندازد که راه کار را به خوبی البته نمی انجامد نسبت همان برای همان نفرانی که این کار را راه اندازی کردند. نورسلطان را می گفتند تو نور هستی بر قزاقستان، تو آفتاب هستی بر قزاقستان. نسبت او هم حتی نام پایتخت را بر او گذاشتند. شکر که دوشنبه را امام علی نام نگذاشتند، اما همین خیلی هم بود که نام او را گذاشتند. امروز مردم برخواستند باز هم آستانه میخواهند. مردم کم تر خاموش است، نام خودش هم میگذارد ولی چی کارها را میکند، ولی فقط خاموشی مردم استفاده برده شده است. لیکن باوری دارم این مردم هم خیلی نمیگذارد. بله درست است. خب بسیار تشکر. بله دادر جان تشکر میگویم که مهمان اولین فکری خود را می توانید هم زنگ زده با ما ارسال کنید، هم طریق لینک وارد شده انگشت نهاده ارسال کنید، یعنی گفته باشید با صدا، هم انتشار کنید نوشته، هم طریق پیامک ها ممکن است. خب فکری من این است که از دین پیشگیری میکنند، از رواج و رجوع دین پیشگیری میکنند. چرا؟ چون که مردم یگانه راهی که مردم را درست هوشیار میکند، بیدار میکند، دین است. وقتی انسان خدا را میشناسد، خودش را میشناسد. مرحمت زنگ دیگر را قبول میکنم. سلام مادر عزیز. و علیکم سلام دادر جان، گوش میکنم شما را. صدای ما خوب میاد؟ من هم قدر کوشش کردم از طریق ویدیو صحبت بکنم، با چهره
آشکار تا که چیش اما نشید. یک چند پیام به مردم مظلوم جمهوری تاجیکستان و برادران موحد و برادران مخالف و برادران که چه داخل تاجیکستان چی بودین تاجیکستان هستن، یک چند پیام دارم. خب مرحمت بفرمایید. امروز مادر عبدالرحمن الحمدلله مادر ما هست، مادر هر یک موحد مادر ما است. ما در خدا و شکر میگم که ما را مادرمان موحد تولد کرد. ما از این رژیم قاتل، از این رژیم خونخوار، از این حکومت نجاست طاغوتی هیچ زمان نمیپذیریم. امروز یا ما را تروریسم کردن، امروز یا مادر ما را میبرن. ما همین پیام را حکومتی ها ما از طریق ویدیو خودم صحبت بکنم اما نتونستم، اینترنتم خیلی ضعیف بود. اینترنت مطلب خیلی ضعیفه. یک ان شاء الله ما ویدیو میکنم سر میتونم در این مسئله. شما فکر نکنید مادر ما را میبرین، مادر عبدالرحمن را میبرین، مادر دیگه مخالف را میبرین، ما خاک پای مادرها میشیم. اما شما اولاد ما را، اهل بیت ما را از میسروفکا بگذرانین. ما از این راه ما انتخاب کرده ما نمیگردیم، مگر کسانی میگردن که دوزخ انتخاب میکنن. ما هیچ زمان علیه رژیم خودکامه و علیه این رژیم قاتل ظلم فاسق هیچ زمان ما نباید. ما شخصا از نوع میخوادم هیچ زمان ما سکوتی را انتخاب نمیکنیم. شما فکر نکنیم مادر یا شما یک کار کردن هستن که بعد دیگه مخالفان درد شوه. اما پدر مادر ما را باز هم میگم از میسروکا که بگذارین، ما از این راه ها ما نمیگردیم. شما با این طرز اسلوبتون ان شاء الله ما را نه شکست داد و نه خواهد آینده شکست داد. پیروزی ظفر از ما هست. ما با این چیز ایمان داریم. پیروزی ظفر ان شاء الله ما در این راه قربانی داریم، شهادت داریم، ظفر داریم. فراموش نکنید شما حکومتی طاغوتی، حکومتی نجس. امروز فکر نکنید در هر یک قطره خون هر یک برادر شما جواب داد و خواهد جواب گفت. بله درست. من صدام همجوری خوب بفهمید، صدام خوب بفهمید ای حکومتی و صدام خوب بفهمید. شاید صدای ما بعضیات برادرها نمونه باشه. من هم کوشش کردم از طریق ویدیو داخل شم، اما از حسابی که در اینترنتم ضعیفی کرد نتونستم. حتما در جلسه آینده ان شاء الله در ویدیو آینده بعد طریق چهره استاد میدونم صحبت میکنم. اما حکومتی ها بازم پیام من بگیرین، این راه این ظلم اشتان بکن. ای آدمایی که میبرین مادر من از ظلم میکنین، مادر من یک هفته درد شما میبرین، حتی میگه که ما پستای میکنیم، تلفنات هم میگیم مخالفین را تامین میکنیم، لایک میکنیم. مادر ما تلفن نمیفهم شما استوریش میدین گویا چیز مخالف تماش کرد. چیز مخالف تماش کرده خوب کرده. مگر دموکراسی میگن، آزادی انسان میگن، همین از هر یک نفر بخواد هر یک بخواد در یوتیوب سعی تلاش میکنم و کارقانون جمهوری تو خود اجازه میده که هر یک انسان حق داره فکر چی عادی خش بیان بکنه، صحبت بکنه، آشکار بکنه. امروز مگر از حق حقوق ما دفاع کردن ما تروریسم اکستریمیست هستیم؟ نه، شما اکستریمیست تروریسم. شما ما را امروز جسارت میتین. والله قسم شما هر گوی که مادر ما را میبرین با ویدیو ما را زنگ میزنین، از داخل شوبه رنگ زنک صفتون میترسین، با چهره آشکار صحبت نمیکنین. یا الله شاهده که ما کو والله موتیواسیون میگیریم، ما پیش میریم میگیم که این امیر شما اوجه علاقه با زانو شیشتین، زانو شیشتن شما کو در پیش ما اوجه نمایان شید. شما علاقه کو با زانو شیشتین و شکستین و اندکی دیگه مونده ظفر پیروزی از ما. ما جنگ نمیخوایم، ما صبح میخوایم، ما میخوایم حق به حقدار برسه، ما آرامی میخوایم، ما عدالت میخوایم، ما میخوایم مردم آزاد زندگی کنن. هر یک انسان حق داره علیه رئیس جمهور، علیه حکومت، علیه یک چیز بگره فکر و اندیشه‌اش بیان بکنه، صحبت بکنه. امروز شما مادر عبدالرحمن هم میبرین، مادر مرا ما تو نتونستیم در پیام را داشتم را کنم میبرین در مسنجر ریزون هم کجا زمین که با مادرت صحبت بکن. شما مرده که جسارت دارین، شما هم مادر دارین. مادر مرا که جو کلاشالتا میبرین با پدر من میگن که پدرو برادر بچه تبوک بعد متر حاجی میکنین. اول تو برا پدر خطا حاجی بکن، تا اول برا تو گریبان خطا بو بکش. مادر مرا شما دعوای مسلمانی میکنین، چرا مادر مرا کشالتا میبرین؟ مادرم باز میگه خیر من شرایط ندارم فرض میشد ما خلاجان موتر روان میکنیم، یعنی ماشین روان میکنیم. ما از تا قیامت از ماشینی حرام تون بیزاریم و با این روح اصولاتون بفهمید که ما را برگردوندن نمیتونیم و نه خواهد برگردوند. ای برادرو والله قسم امروز را کردن پس فردا مادر ما و شما را میکنن. ما بازم میگم اگر اهل بیت ما را از میسروفکا بزگرانید ما از این راه ما نمیگردیم. شما فکر نکنین عبدالرحمن دیگه برادر موحدان سکوتی را انتخاب میکنن. این چیز در ما موتیواسیون، این چیز علاقه شکست شما را نشان میده، این چیز قاتلی شما را، بی‌رحمی شما را، به انصافی، به ایمانی و پس بدن شما انسانیت خودتون نشان میدین. 100% درست گفتید برادر. بیدار شین، صحبت مادر جان. بهترین. خب وقتی که مرد کدام وقت بر زن دست میبردارد؟ وقتی که خیرد او، دانش او، دیگر مردی او
به اتمام میرسد. دیگر زورش نمیرسد که با کلام، با سیاست خود، با نگاه خود اداره کند، دیگر دست میبردارد. همین سیاست امروز هم از همین درک میدهد که مردان را زندان کردند، دیگرها رفتند، فقط همون نفران ماندند که سر خم کرده قرصک میزنند، بله بهترین نجات بخش، و دست برداشتن بر زنها. من مادر این گونه شیر بچه ها را زن هم نمیدونم، اینها مادرانی هستند که شیر بچه کلان کردن، برابر مرد میدونم اینها را. بهترین است در تشکر برای سخنهای پرمحتوایتان، با جسارت حرف زدنهایتان، و اگر اجازه باشد اینجا نفر دیگر را قبول کنیم، در نوبت هستند. تشکر. مرحمت، طریق اینکه برنامه وارد شدند. گپ حق، خوش آمدید به برنامه. السلام علیکم. نمیشنوید ما را؟ گپ حق. باز نفر دیگر در نوبت هستند، پیوندیم. اگر خب باکی نیست، این تکنیک است. خب شاهده محمد جانو بر وی وکیل دفاع انتخاب کردن، زنگ میزنند. مرحمت، اول گفتاری شما را قبول میکنیم، بعدا باز من حرف میزنم. السلام علیکم. بله گوش میکنم. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم خواهر عزیز، سلام به تمام مادران تاجیکستانی. خب من مریم خادم مستقل سیاسی جمعیتی Майрамби Шариф Зода, независимый общественно-политический деятель. Маленькое объявление. У меня есть сайт и YouTube-канал integraltg.org. Прошу, пожалуйста, все, которые хотят соединиться, сайт и YouTube-канал integraltg.org. Вот теперь хочу сказать. Она кун мехоам габзанаман. مرحمت. خب якумаш ки наход ки ҳамин корҳои расвое ки ҳамин идораи ВКДу вазорати корҳои дохилии КНБ Тоҷикистон мекунад, ҳамин Эмомалӣ Раҳмонов бохабар набошад. Магар ин вазиро душмани қотили ин Эмомалӣ Раҳмонованд? Сол ин. Неужели сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Таджикистана, издеваясь над матерьми, над гражданами Таджикистана, выполняют личные указания президента Таджикистана Эмомали Рахмонова? Это так? Неужели Эмомали Рахмонов дает такие приказы? Вот вопрос в чем. Если эти приказы исходят от главнокомандующего, от первого лица Республики Таджикистан, от Эмомали Шариповича Рахмонова, а значит, он потерял все рычаги власти в Таджикистане. А значит, просто он никто. Значит, можно его расценивать как преступника, за 2 месяца пришедшего к власти, совершившего массовый геноцид, до сегодняшнего дня совершающий массовый геноцид коренных жителей Таджикистана, в том числе бадахшанцев, в том числе в тюрьмах, и в том числе начиная с его прихода 92 по 97 год. Значит, это поэтому сейчас он Гулбидина требует, чтобы Гулбидин сдался. Это один из тех величайших, Махмад Бокира. Значит, Худо рахмати Гулбидина сар хурд, Махмад Бокира маҷбур карестай ки сдаваться кун. Махмад Бокир бор одами босавод, одами адилпараст, одами инсонпараст, ее касе нест. Значит, он боится, что следующая его альтернатива это Мухаммад Бокир Бокиров.
И это ему не удастся. Мы все будем защищать. Я вчера и позавчера очень много сказала в этих каналах. Теперь, значит, если Эмомали Шарипович Рахмон любит своих 7 дочек, внучек, свою жену, плачет по своей усопшей матери, неужели он позволит издеваться над чужими матерьми, над чужими дочерьми, над чужими женами? Но если это он дает приказы, значит, он уже не президент. Он преступник, должен предстать перед Международным военным трибуналом. Вы посмотрите, до какой степени доведены таджикские женщины. Ин модарову хохарою бивьей Таджикистан абине джои кор надоран, ойлик надоран, як джои нестайки сарфна панох кнан. Аз ин зулмоти ки Эмомали Рахмонов бо и тамоми хукуматош дар сари ваё овардагиай занора маҷбур мекунанд ки кӯдакошона дар танашон бандан ё дар дайро худшона партоян ё айболо партоян худшона кушанд. Это что такое? О дар дунё аз модар, хоҳар, аз зан, аз духтар чӣ гӯям ба шумо? азизтар касе нест. بله این یک دسته شیرین‌تر، گل است. عزیزتر، مهربانتر کسی نیست. معلم جان به شما یک سوال دارم. شما که در سن سال از من رسا 2 برابر بزرگتر هستید، یگان بار در یگان رسانه آیا خواندید که در یگان کشور مادر را باز داشته برده باز پنهان کنند؟ مادر را این روز این قبیله که در تاجیکستان آزار میدهند گیرید هر کاری خواهید کنید، انا این خیلی آزرده باشد. Во-первых, это даже Гитлер не делал. بله درست است. Во время Великой Отечественной войны даже Гитлер не делал. Только делали те, которые занимались Холокостом, массовым уничтожением еврейской и цыганской национальности. Вы смотрите, ребенок, достигший совершеннолетия, он отвечает сам за себя. Ни мать, ни отец не вправе ему указывать. Тем более этот Абдурахман 09 живет в Европе. Мать его находится в районе Вахдат, Таджикистана. Как она может отвечать за сына? Да, она красивая, молодая женщина, очень красивая. Вот. Она врач по профессии. Грамотная, да. Да, очень грамотная женщина. И весь род этого Абдурахмана 09 уволены с разных должностей. Это что такое? Это как называется? Это за что за сумасшедший закон такой выдуманный этими людьми? Ино ахлу фарса доранёне ҳар як инсон барои ҷинояти кардагаи худаш ҷавоб медиҳад. Мумкин ман 1 миллион хештавор дошта бошам. Ман агар ҷиноят содир карда бошам, танҳо ман худам ҷиноята ҷавобша медиҳам дар пеши виҷдонам, дар пеши имонам, дар пеши Худо ва дар пеши қонуни давлат. Ин чӣ ноадолатия? И чӣ гапай худаш? Это, знаете, ни в какие рамки человечности не вписывается. Вот смотрите, вот социально-экономические эти самые нищета, эта нестабильность довела таджикских женщин до того, что начиная с дня управления 30 лет этим людоедом, этим человеком, который самозахватил власть в Таджикистане со своей узаконенной государственной бандитской семьей, только знает уничтожать, убивать, грабить, насиловать, больше ничего он не знает. Эти все 3 миллиона граждан Таджикистана, которые находятся только в России, они на кого работают? Они работают на эту семью. Для его дочки, для его зятя. Где крутятся все деньги трудовых мигрантов из Таджикистана? В их банках. На эти деньги они забирают, как говорится, товары из Китая. Опять кто мучается? Опять те таджички, те граждане Таджикистана, которые раздают, чтобы срочно продали их товары. Сколько могут они мучить население Таджикистана? Не только мужчин, но и женщин. Женщины по 30 лет находятся в России.
Они не видели свою родину. Они здесь смотрят за своими внуками, правнуками, чтобы ихняя дочка работала, обеспечивала им жизнеобеспечение. И чирузичай басари мардуми Таджикистан. И дар кадом давлат ин хелин зверство хаст. И хайвон дар болой хайвон ин хел издеваться намекна. این تو کیا این ظلم و ظلمات پاک پروردگار اعز و جل خدایا دعای همه مسلمو به کس به صاحبو و غریبو دنیا را قبول گردانه تنها ایاک نعبد و ایاک نستعین یا صراط المستقیم خدایا خداوند کریم این ظلما را ظالما را خودت جزاشون ده خودت سرنگونش کن تمام مردم بیزار شدگیان خدایا خداوند کریم از دست این ظالمان وطن یک مانند جنت بودگی وطن یک تاریکستان کرد تاجیکستان خدا که خودت رهات مویا با وطن ما را برگردون خدا با ما یک آدم ته که دولت راهبری کنه تمام دولت ای تمام دنیا تمام سوریمن تکنولوژی آورده جای کار تعیین کنه بینید که در همه قشلاق‌ها در همه ناحیه‌ها جای کار هست. در یک قشلاق بسیار زردالو هست، در یک قشلاق دیگر آلوچه هست، در یک همه چی هست. در همه پیش مسجدایی که مردم میرن 5 وقت نماز میخونن میشه یک цехакой خردکک ساخته. Вот, пожалуйста, тебе консервы, вот тебе, пожалуйста, сухофрукты, вот тебе, пожалуйста, лекарственные травы. Я уже не говорю о недрах земли. В недрах земли Таджикистана находится вся таблица Менделеева. Вот почему он продает кусками таджикские земли. Сколько сейчас гектаров находится в распоряжении Киргизии? Почему сейчас издевается над народом Бадахшана, над Памиром? Потому что, начиная от Мургаба до Рушана, давным-давно эти земли все проданы. И там находятся все богатства мира. Там не только геополитический интерес, но пересекается геостратегический интерес. Почему? Потому что там такие полезные ископаемые добываются, которые сейчас нужны для современной технологии и сверхсовременного оружия 21 века. Неужели думает этот Эмомали Шарипович Рахмонов со своими безмозглыми, безграмотными этими министрами и этими 2 палатами, нижней и верхней палаты, что люди глупые ничего не знают? Если нужно будет, мы им такие уроки проведем, мы им такие, извините меня, преподадим уроки, что они глаза откроют. Одамойки дархайоти умршон. Ай пушты гову молу харахингала гаштагян на одамгари доран, на савод доран, ме биан пуле калона дода коррупция шуда. Охи бинетки терроризм, я каса, йодах каса мекша. Некем и коррупционной системой давлат тамоми мардума мекша, барой ки экономика и давлата, давлат дорира, тамоми хамут заводу фабрикоша хамаша мекша. Ай уборщица, дворник, сар карда, то вазиру, то худи Эмомали Рахмонов ойлашда взятка баритей. Ана барой вай хар касе ки пул метя вазифа мегира. Агар бинетки, агар ино хон аз руи қонун кор кунан, хам взяткодатель, одамеки взятка метия, хам взятка получатель. Они дают процветание этой коррупционной системе. Боятки дархамы кышлохшон, дархамы нохияшон, дархамы пеши идорашон кышташаван. Ки дига касода ибракшава. Як моддумом мурдаошон дарамзе касол шаванки не мумкин набудай. На она взятка додан, на взятка грифтат. Вот только этим они могут уничтожить коррупционную систему, создавшую сейчас во главе с Эмомали Шариповичем Рахмоном, этой коррумпированной, этой преступной семейной властью. О каком процветании может быть речь в Таджикистане? Билетки тарбияи колона фарзан дар куҷо мегира? Ай модараш мегира. Башири модараш мегира. Ай модараш тарбия мегира. Ай модараш гапзанӣ ёд мегира. Ай модараш тамоми нозикиёи дунёра, тамоми хубиёи дунёра ёд мегира. Вай бечора модар ки дариҷа 10,
15-20 сол гарда кудаки чудаки вай дар дасти кадом хеши таворуш дар пеши ки албатта педофилия меша, албатта кудакои несовершеннолетние мебаранд, изнасилуют мекунанд, албатта баъд модарора ин қадар азоб дода хеши тавори шаварошон мекушанд, бо меган ки худша 27 кор дада худша кашт. Охи товба кардам, худо наузу билляхи миназ золимин. И токая, и бадбахтиё. До каких пор будет продолжаться это безобразие? До каких пор будут издеваться над матерью, над женщиной, над ее детьми? Вы посмотрите процент убийства в Таджикистане, процент совершения преступления таджичками. Никогда такого не было, чтобы тюрьмы заполнялись женщинами. Если у этого безмозгового руководителя страны Эмомали Шариповича Рахмона хоть грамм совести осталось, хоть 1 грамм осталось человечности, вот скоро День матери, 8 марта, пускай без всяких взяток всех женщин в тюрьмах выпустит, за исключением, которые совершили убийство. Неужели все эти 10 миллионов в Таджикистане, которым навешан ярлык террориста и экстремиста или врага народа, будут вот так учиться ходить? Сколько женщин находится в тюрьмах Российской Федерации? Сколько женщинам подложили сами же таджики, эти самые же, как говорится, это руководители от Таджикистана, находящиеся здесь, в России, эти диаспоры наркотиков. Сколько безвинных, сотни, тысячи женщин сидят в тюрьмах. Об этом кто-нибудь когда-нибудь будет говорить? Алло. Вот вы знаете, у меня полностью сейчас сердце и разум разрывается. Я хочу рыдать на весь мир, плакать, кричать, чтобы нас услышали и ЮНЕСКО, и ООН, и все эти самые правоохранительные органы во всем мире, чтобы защитили таджикский народ, Таджикистан. Особенно женщин, матерей. Любая женщина – это носитель жизни. Любой мужчина – это воин. А носитель жизни, вы посмотрите, як муж батяшаме бара будёме кнан гоме кнаке авай калоншава, як мурчат хушаме бара як будёме кнаке авай калоншава. Нахо қадри модари тоҷик айном паст боша. И ахлу фаросашон дар киҷоай. Боку Парвардигори азза ва ҷалла 7 духтар тамоми навераҳои Эмомали Рахмона бара анамихел турма кунанд, шарманда кунанд, чӣ хел ки занора мебаранд, изнасилуют мекунанд, мекушанд, шарманда мекунанд, худо анамихел кунанд шуна. Лекин ба инам вақтшон намереса. Мода дар кор ки оилаи и ҷинояткори байналмилалии террористи рақами 1, совершившие все преступления в мире, не хватает этих статей Уголовного кодекса всего мира для этой семьи. У них не хватит времени даже, извините меня, на самоликвидацию. Они нам нужны живые, чтобы они ответили перед мировым, как говорится, как Нюрнбергский процесс прошел над ними, чтобы весь мир знал, что такое Эмомали Шарипович Рахмонов, первое лицо государства Таджикистан, 30 лет находящийся на должности самозахватившего президента Таджикистана, и какие он массовые геноциды совершил. Все преступления, которые совершила вся эта семья и его окружение, должны быть наказаны и доказаны. Они нам нужны живые. И все, что они награбили за 30 лет, на награбленные построили все эти дачи, захватили все эти заводы, фабрики, уничтожили все наши рабочие места, должно вернуться всем нам, всем таджикским семьям. Почему Эмомали Шарипович Рахмонов недавно только 6 гробов увезли из России, даже не выразил свое соболезнование. Правильно, да. Худо рахмат кна джошана джанат кна и мардуми муслими бекасб сухиб гариб бебе барои як данон ёфтан барои ҳама падару модаршон нигоҳ бин карданд, барои ҳама зану кӯдаконшон нигоҳ бин карданд. Дар ҷанг душманӣ мекунанд, кор мефармонанд, шуна мекушанд, мурдаҳошона мебаранд. Парвардигор мурдаҳои ҳами хонаводаи Эмомали Рахмонов ҳама намехел беранд дар пешаш монанд ки фаҳма ки ин ғами мурда чӣ хел будай, ғами фарзанд чӣ хел будай.
من شما را Мне اسم میکنم слов مادر. нету. Мне просто слов нету. До каких пор можно издеваться над таджикским народом? Сколько вы будете терпеть? Где наши мужчины? Мардако, шмо зиндаe я мурда. А шмо фарзандои мое, шмо наверои мое, бачои мое, кештавори мое. Наход шмо мурда мужики мода, шмо рабарана золтят, докторой шмо разолтят. А рус мурдовой трудовой мигрантора диорана در همی قطعه تا که این غضب در سر ما تا که این عذاب در سر ما من شما را یه 100% درک میکنم مادر جان عزیز. Я сейчас 100% درک میکنم я چون که немножко сейчас успокоюсь попозже соедините меня пожалуйста البته خب رسا 4 سال من هم راهی فرزند انتظار شدم. من شما را خوب درک میکنم و من در تاجیکستان با چشم خود میدیدم که مادران چقدر با غریو با نوحه کشیدن ناله میکردن. درست گفتند. من سوال دادم که بر مادر مریم بی سوال دادم که آیا در دوام این عمر طولانی خود که 2 برابر من زندگی کردید در یگان کشور یگان ظالمی را شنیدید که مادر را دست زوری بر مادر نشان دهد؟ گفتند نه، گیتلر نکرده بود. گیتلر را فاشیست میگویم. بر مادر تا این حد ظلم نکرده بود. مادر دزدیده برده حبس کردن نبود. بله یراق دادن بر دست زن دفاع کند. زنی حربی در دنیا عین حال هم کم نیست. در خود تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان دیگر جاها پر اما مادر را این خیل ظلم کردن، در شعبه کارهای داخلی بردن، گیرید تجاوز کنید گفتن. خودتان شنیدید به زبان روسی که ترجمه کردن تاجیکان 9 میلیونند. روسی را تمام اتحاد شوروی سابق میفهمند و دیگر کشورهای روسی فهم بسیار هستند. برای آنها شده ترجمه کردن بینند که در تاجیکستان چه میگذرد. واقعا درباره بایگری های تاجیکستان گفتند که قطعه زمین میفروشد. برای چی؟ چرا اینقدر چین چشم الا کرده بر زمین تاجیکستان؟ ما کمبغل نیستیم. تاجیکستان کشور قشاق نیست. یک خود بدخشان گنجینه های دارد که در دنیا شاید نمونه آن نباشد. لعل بدخشان میگویند ماست در بدخشان است. لعل سرخ جوهرگونه که در بدخشان هست ماست در خود بدخشان است، در یگان جای دیگر نیست. حتی نامش را بینید، زرافشان، دریای زرافشان طلا دارد، زر می افشاند. همان سیتسا فابریکا میگویند فرمای مرغ پروری که در ساحل های آن در ازبکستان تأسیس داده بودند برای چی بود؟ بیشتر خروس چوجه می پروریدند. چون که مرغ ها رفته آب از همان زرافشان جاری شده، تشان آن آب را رفته همان قیره های طلا را فرو می بردند، از سنگدان مرغ ها شسته می گرفتند. امروز در دنیا جای دوم را می گیرد در استخراج طلا ازبکستان. تاجیکستان قشاق نیست. از تاجیکستان جاری شده رفته ایستاده از آنجا. ما کشور نادار نیستیم. دارایی های ما بر کام یک نفر نهنگ شکم کلان رفته ایستاده است. بر کام اولادش، عائلش در بانک های شویتزاریا و دیگر کشورها رفته ذخیره شده ایستادند. گفتند مریم بی شریفوفا که در نزد هر یک مسجد اگر یک کارگاه خوردکک میشد، اگر در نزد مکاتب هم دیگر و دیگر مؤسسه ها هم اگر یگان کارگاه استحصالی میشد، واقعا ما یک کشور آفتابی پر از میوه و سبزوات داریم. میشود کارکرد این همه را در خود وطنمان راه اندازی کنند. یک شعر بود: از پخت فخریم تا روز مردن، در روز مردن گاه ها کفن نیست، ای وای بر من ای وای بر ما. چرا چنین گفته شاعر؟ چون که از پخته طلای سفید گفته فخر میکنیم، کارکرد همان در خود وطن راه اندازی نشده. اگر کارکرد پورا در وطن می بود، امروز ما متاع گرانبهانه ارزانترین می خریدیم. متاع پختگین در تمام دنیا از شاهی و دیگر متاعها پرقیمت‌تر می ایستند، چون که 100% فایده‌ناک هستند، ضرر ندارند. در تاجیکستان از دیگر کشورها خریده می بیارند. خب اگر نفر وارد شدن قبول میکنم، بعداً باز حرف را گپ زدن را ادامه میدیم. گپ حق. شما آماده هستید؟ بله.
درباره کارخانه حرف میزنم. وقتی که سال 2015 بود به فکرم، بله آن سال 14 بود یا آینی حال بابا نظر و هم خواستن نامزدیشان را گذارند در برای اشغال کردن همین کرسی رئیس جمهور، یعنی برای انتخاب شدن به حیث رئیس جمهور نامزدیشان را گذاشتنی بودند، امضا جمع کنی کردند. همان سال در مسکو یک مجلس برپا می شود. از زبان خودشان میگویم برای آنکه سخت غمگین شدید، از گریه مادری زار من هم خیلی گریه‌ام آمد، شما را هم حس میکنم که در چه حالت هستید. به هر حال گریه زن رقت آور است. وقتی که بر معلمه آینی حال بابا نظر و در مسکو میگویند صاحبکاران وطنی، معذرت میخواهم صدا کمتر لکنت پیدا کرده ایستاده است، صاحبکاران تاجیکستان در مسکو خیلی ها صاحبکار موفق هستند، زواد فابریکه ها دارند، استحصال کننده کارخانه ها دارند، تجربه ناکا خیلی بسیار هستند، اگر راهبر هم نباشند معاون هستند. آنها میگویند اگر شما رئیس جمهور تاجیکستان شوید، همه ما در یگان شهر تاجیکستان یکتاگی کارخانه میسازیم. 60 نفر صاحبکار یکتاگی کارخانه سازد، 60 کارخانه راستین، این کارخانه وعده کرده امام علی رحمان فرید 200 کارخانه استحصالی نبودگی نامش هست، نه کارخانه حقیقی. اگر 1000 نفری کارگر گیرد، اگر همین 60 کارخانه، چقدر آدم با کار تامین می شود، چقدر غریب، چقدر مهاجر، چقدر کوچرو در روسیه کم می شود، پیش پای روزها را روبنده کم می شود، در وطن نان یافته می خوردگی می شوند، از دیدار پدر سیر می شوند کودکان. انا همین صاحبکاران وعده می دهند و وعده می دهند که اگر شما رئیس جمهور شوید، باز ما همه یکتاگی لباس کرته اطلس یا کرته زنانه تاجیکی آماده میکنیم، چون که معلمه آینی حال بابا نظر و همیشه یک مردانه سیرت، مردانه فطرت که هستند، لباس مردانه میپوشیدند. وعده میدهند که کرته های تاجیکی آماده میکنند. برای هم یک لطف، یک مرحمت، یک برای تبسم بود این سخن. وقتی که امضا جمع کنی حتی نگذاشتند و فشار بالا بود و حتی نفرانی که امضا جمع کرده میگشتند هنوز در انتخابات نگذاشته، آنها را باز داشته در شعبه های کارهای داخلی تا تمام شدن همان مرحله امضا جمع کنی نگاه داشتند، کاغذ ها را زده گرفتند. این همه از پیش نظرمان گذشت دیدیم. بعدا چی کار کردند؟ خب با انتخابات نامزدیشان نگذاشتند، یک مجلس شده بود، آنجا بودیم و گفتند که همین خیلی حالت شد، من از 60 تا کرته زنانه ماندم. این یک برای تبسم بود و یک مرد گفت غمگین نشوید معلمه، هرگز زیق نشوید، 60 تا کرته زنانه را بر رئیس جمهور انتخاب شده تحفه کنید. و گلدراس خنده تالار را به لرزه آورده بود. واقعا یک عالی جناب بود، یک حرفی که اکنون هر نفر انتخاب شد به او باید تحفه کرد همین لباس ها را. خب بر زن غالب آمدن، تمام مقامات ها را کار اندازی که امضا جمع کنی را منع کنند، هراس، ترس، مواد دیگر کس رئیس جمهور نشود. یک بچه بدخشانی، یک جوان تقریبا 30 ساله بود که یا کمی زیادتر یا کمتر میخواست ارگشف بود به فکرم و او میخواست رئیس جمهوری خود را با برنامه های خود برآمده گذارد. نسبت او هم دلایل جنایی باز کردنی هستند، پرونده جنایی. بیاید من بسیار حرف نکنم چون که به شما هم نوبت رسد. سلیم جان مرحمت. السلام علیکم. بله، میکروفون خودتون را درگیرانید، از این جانب درگیران است. سلیم. خاموش هستند. بله، السلام علیکم. الو. بله دادر گوش میکنم. السلام علیکم. و علیکم سلام. میخوام که خوب باشین و من پیشنهاد من همین بود که با حکومتداران که این گناه
نامرد، یعنی که یک شکل نامردیه که با مادر مثال برادرم عبدالرحمن این گونه یک بگیم چی میگم یگان چیز موافق نیست، نه از روی قانون نه از روی انسانگری بگیم یگان چیز موافق نیست کارشون. و برای میگم که خیلی یک بگیم نامردی را بس کنن جان مردانه مبارزه برن. وقتی که تن از جوان مردی میزنن و از چی میزنن جوان مردانه، یعنی که مبارزه را اگر مبارزه بردنی باشه مبارزه را خوب ببرن. دشمن باید دشمن همون گونه دشمنی باشد که کمتر خونی جوان مردی در بدنش باید باشد. همین گفتنی هستم. سلامت باشین. واقعا درست، دشمن باید مرد باشد. دشمنانم ضعیف و نامردند، دشمن مرد آرزو دارم، یک شعر بود همین خیل. دشمن باید مرد باشد و مردانه دشمنی کند. واقعا اصلا بر زن چه دشمنی میکنی؟ زن با کجای زن دشمنی میکنی؟ وقتی که خود را مرد گفته لباس نظامی پوشیده میگرده، چه خیل توانسته باشند که همان فرمان دزدیدن زن را اجرا کنند. فلان مادر فلانی را میدزدید زندان میکنید گفتند، چه خیلی توانسته باشند. همین مادر که به آه ناله نبود، از هراس شاید گریست، ترسید. واقعا میبینیم در رفت حادثه که چه حادثه های رخ داد، چگونه توانستند طاقت کردن. همین مردها طاقت کردند پیش نظرشان آیا خواهر خود، مادر و دختر خود نآمده باشد. من در حیرتم از همین حالت. یک نفر در پیامک نوشتند که در حکومت تاجیکستان عین حال یگان نفر سوادناکتر یا برابر سواد مریم بی شریفova وجود ندارد. گفته واقعا مبارکشان باشد، مردم اعتماد دارند. همینجا یک نوار داریم برای از بدخشان آماده شده. یک مادر راز دلشان را، عرض دلشان را کردند، آماده کردیم. مرحمت گوش میکنیم. امی میدان دا برومده یا که اگر میترسید میدان دا برومدن، امی زنه که جبر دیده اینو دو کسن، دو مادر جبر دیده، خدا یگان کس به این رو نشان نتید. این دو زن جبر دیده رو جواب تید و حقی همه طرفه، هم از لحاظ حقوق، هم از لحاظ آدمیت و هم از لحاظ جمعیت، من این را همچون یک فرد بدخشان از شما طلب میکنم. این من حقوق دارم از شما طلب کردن این رو. من تا بیگه همین روز تا ساعت 7 بیگه من شما رو نگاه دارم. اینه در همین میدان قطعی همین دو زنی جبر دیده. امروز اگر شما وقت ندارید ما پگه با شما را نگاه میداریم. اینه تا همه وقت ما نگاه داشته میستیم که تو آخرین گوشتی فرزندم خاک نگردد. اینه من قسم میخورم همچون یک فرد بدخشان، من قسم میخورم که تا آخران استخوان فرزندم که خاک نگردد، من از همین میدان نمی برایم و کسی که بدخشانی باشد و خون کوهستانی دارد و از همین میدان بیرون نمی گردد. این گپای آخرانی من هستند. من یک فردی بدخشانی، من اکشم مادر 3 فرزند هستم و نون 2 نبیره دارم. من قسم میخورم. خب انا این زنها را
مردانه خصلت میگویند، قسم خوردن که تا خون گرم بدخشانی و کوهستانی در تن دارم من برای دفاع بدخشان برمیخیزم. خب مهاجر زن شما را قبول میکنیم. بله خواهر جان، السلام علیکم. میکروفون از جانب شما خاموش است. میکروفون تلفنتون. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله. گوش میکنیم شما را. خواهر جان، من مدتی چند وقت است که رسانه ها را پیگیری میکنم و وضعیت بدخشان را میبینم، همچون یک فرد بدخشانی و همچون یک زنی بدخشانی ببخشید، همچون یک مادری بدخشانی آرام و آسوده بودن نمیتوانم به این وضعیت. ببین مادری بدخشان، نه عموما مادری تاجیک برای این حکومتدارا امروز زرگوش است که هر روز بچه به دنیا بیارد و اینا بچه های آن را قتل کنند، نیمش در مهاجرت، نیمش نمیدونم در کدام دولت های اروپایی پناهنده. هر روز یک وقتی که رسانه ها را نگاه میکنی، یک مرده تاجیک، یک مرده تاجیک، دو مرده تاجیک، سه مرده تاجیک. این مادر تاجیک چیست آخر برای شما؟ خاطر که نیست که هر روز کودک به دنیا بیارد. بله، هر روز مرد بچه کلان کند. این یک مرده تاجیک و 18 ساله و اون پسر رو به وایه رساندن. شما میدونه که اونا با مهنت حلال مثل شما از نانی نمیدونم از کجا یافتهتان فرزندانتان رو میخورانید، اونا با مهنت حلال فرزند کلان میکنن، نمیتوانن از بے پولی و از ناداری که فرزندش رو در دانشگاه داخل کنه، میگه برو بچم روسیه کار کن، بیا آیله برپا کن. آیله برپا کن، مدت 1 ماه زندگی کن، از جبر ابله با فرار کن به روسیه بره. معلوم نیست که از روسیه مرده میگردی یا زنده برمیگردی. واقعا بدخشان حساب کرده بود که در همان وокزال چقدر، در فرودگاه چقدر، طریق راه خشکی چقدر، طریق نقلیات مسیرگرد تابوت تاجیکان را میبیارد. اگر همه این مرده ها را حساب کنند، یک شهر مرده شدگی است. این همه جوانان هستند، قوه های کاری هستند، راهبران یک عائله بوده میتوانند، مردان هستند و این همه برمحل از دنیا گذشتند. در پست خودش حس نکرده درک نمی کند این حالت را. بله خواهر جان، حرف زنید. من میخواستم، من هم یک زنی تحصیل دیده هستم، لیکن من با 400 سامان یا 500 سامانی که معاش من میگرفتم، من نمیتونستم که 4 فرزند رو من بخورانم بپوشانم. من مجبور شدم که راه مهاجرت بگیرم. باور کنید زن و مرد تاجیک امروز در یک حالت و وضعیت وخیم گرفتار است که دیگر فرزند به دنیا می آورد، از سرنوشت فرزندش حیرت و نگرانه که آینده سرنوشت فرزند من چی میکنه. واقعا بله. همچون یک شما درک میکنید که امروز در منطقه بدخشان، در کشور شما، در میهن شما چه حاله دارند مردم؟ هنوز هم خبر ندارد از بدخشان، همینطور معلوم که در هیچ هستید. من امروز نمیتوانم به پدر و مادرم از سبب اینکه اینترنت را قطع کردن، من باور کنید از تاریخ 25 نوامبر من نمیتوانم که با پدر و مادرم تماس بگیرم و از حال پدر و مادرم خبر بگیرم. مگر این خودش یک ظلم نیست؟ مردم باور کنه برای بدخشان حکومت کنونی هیچ کار انجام دادگی نیست، هیچ کاری. همه چیزی که آن مردم میکنن از مال و ثروت و از داشتگی خودشان میکنن. مادرای
بدخشان جسور هستند. برای چی نام گلبدین در همه رسانه ها پهن شد؟ به خاطر که مادرش جسوری نشان داد. اگر هر یک مادر تاجیک امروز مثل مادر گلبدین رو پیش مقامات که برای چی فرزندی مرا به اساس تو وارد زندان کردی؟ برای چی تو فرزندی مرا قتل کردی؟ خون این فرزند من از تو طلبگار هستم. امروز جامعه تاجیکستان به چنین حال نمی آید. وقتی ما خطاب به مردم میکنیم، مردا قوت کاری هستند، لیکن اونها نیستند در بری زنها، اونها نیستند. آنها برای یک لقمه نان فرزنداشون که بخورانند مجبور میشن که راه مهاجرت پیش بگیرن. اگر سخن کردی خائن میشوی، اگر حق طلب کردی از وطن به وطن میشوی، از مادر به مادر میشوی، از همه سیله رحمت محروم میشوی به خاطر اینکه تو حق خودت طلب کردی. واقعا این همه انصاف کنه، یکم انصاف خوب است. باور کنه یکم وقتی که من رسانه ها را میبینم نمیدونم اینا روزی مادر میگن و روزی مادر به قله های بلند میرسانه میبرن به گفت خودشان، نه که یک مادری فرزندی آزاد اندیش تربیه کرده است، اون مادر را میبرن نیست و نابود میکنن. من حمایت از مادر عبدالرحمن میکنم به خاطر اینکه ما هممون فرزند داریم. فرزندان ما فردا وقتی که ابراز اندیشه میکنن نباید که همه زنهای همه منطقه جمع شوند، رفته از شاهده محمد جان و حمایت کنند و از مقامات طلب کنند فردا هیچ کس چی میگن وای ندارد که همه واقعه به سر وای نمی آید. کسی کفالت داده نمیتواند، درست میتواند به سر هر یکی شما امروز این واقعه بیاید، به سر هر یکی شما. هر کدام ما و شما فرزند داریم، شوهر داریم، پدر داریم، برادر داریم. یک زن چند تا وای دارد که میتواند که برای یک سخن زن برند نیست و نابود کنند، حتی خبر ندهند که با کدام فلان جرمه ما این زن نگهداری میکنیم. خیر برد زن بگویه که کجا کرده. خب ولی اقلا جایش را نمیگویند که غذایش را رسانیده استند تا از گرسنگی نمیرد. واقعا من شما رو خوب درک میکنم، خصوص نفری که از بدخشان است این را درست درک میکند، چون که شما زبان بدخشان را میدانستید. من نمیدانم مادر گلبدین چی ها گفت. زبان بدخشانی را در فیسبوک فقط دیدم که دیگرگون بوده است، اما شما حس میکنید که چی گفته ناله کرد. من فقط از آهنگ نالهش گرفتم، شما مضمون نالهش را میفهمید. واقعا مردم بدخشان تا چه حد جسارت و متانت خون گرم کوهستانی داشتنشان را هم بعد همین واقعه ها قائل شدم. مردم وحدت آرام هستند. یک نفر زن را مادر را بردند، کسی خبر ندارد از حالش. مردم وحدت آرامند. اما بدخشان برای خون گلبدین 3 روز مرده او را در منبر نگه داشت و تابوت او را گرفته راه رفتند. امروز برای یک نفر محمد باقر را نگه داشتن مردم شب تا سحر در کوچه های بدخشان راه میپیمایند، راه میروند. اگر در منطقه های دیگری کشور می بود شاید خبردار هم نمی شدند. چقدر عالم بر این دانشمندان، اینقدر دانشمندان را در شهر ما هم برده حبس کردند، مردم کار کردن نتوانستند. در حکومت می روند، سرخم میکنند، می آیند. یگان جسارت و متانت نشان ندادند. اگر 100 کس برآمده گردی همایی میکردند و 100 کسی دیگر برآمده تماشا میکرد، 200 نفر آدم بود در کوچه، کسی دهان نگشاد. بیگناه یک دانشمند را برده حبس کرده بودند، یک نه چندین نفر را. حالا هم ادامه داده شدند. بهترین بود خواهر. من احترام بر مردم بدخشان خیلی بسیار دارم. تشکر که به برنامه وارد شده، سخنرانی کردید. خداحافظ.
خدا محافظ شما. تشکر. برای این برنامه هایی که راه اندازی میکنید و من یک پیشنهاد داشتم برای شما، میخواستم که همین را برای شما برسانم و میخواستم که همین برنامه هایی که مخالفین دارن عموما نگاه میکنی کلی جوانان بیدار شده ایستادن و من از شما دعوت میکردم که برای بیداری مادران تاجیک و برای مادرانی که امروز دارن اذیت میشوند و نمیدونن که سخن خود را کجا بزنن، میخواستم همین برنامه شما تستر و شوده، منظورم یعنی برنامه کوتاه‌تر بارکنه در این غربت و در این غریبی زبان تاجیکی را هم کلن قریب که گم کردیم، هم خودمان هم بچه هامون. دیگر وقتی که رئیس جمهور در یک برآمدش میگه که این همه ملت را با زبان مادریش میشناسن، پس چرا برای حفظ و نگاه داشتن زبان مادری تاجیکان هیچ کار تا مدت 30 سال نکردید؟ روسیه میلیون ها میدهد مکتب روسی گشادند، اما برای نگهداری زبان تاجیکی بله درست چی کار کردند، چی کتاب های چاپ کردند، چه لغت های نو چاپ کردند. واقعا زبان تاجیکی هم خیلی گوارا است. مردم بدخشان بهترشان حرف ح را تلفظ نمی کنند. اگر شما نگویید که بدخشانی هستید من پای نمی بردم. خیلی خوب بود. تشکر زیاد. بسیار برای شما هم تشکر. کوشش میکنیم. درست است این خیلی پیشنهادها بودند که برنامه را فاصله میانی برنامه کوتاه‌تر باشد، هفته 2 مرتبه تیستر برنامه روی آینه نیلگون بیاید، یعنی روی شبکه یوتیوب بیاید. الکی آینه نیلگون گفتن نمیتوانیم. بعد از اون که خواهر چاره سید را قبول کنیم، من یک شعر میخونم. با خاطرم آمد شعری که وقتی که مادر مریم بی گریستند، مریم بی شریفه، و من یک شعر با خاطرم آمد قرائت میکنم. چراس منو مرحمت. چراس سلامت خوبای. بله خوش آمدید به برنامه. بسیار تشکر. منتظر باشید. واقعا روی مال ببینید. رحمت کلانه کنم. حاضر من اوجه چند روز باز اوجه اینترنت را دیدستم. مادر عبدالرحمن اوجه خپیدن در گوجه یکون کس نمیداند. برای چی که من نمیدانم شهر بغداد کلانه شهر بغداد میدونم. برای چی که یک دهم ایلی دیگه ویست اوبلس ایلی ویست جنبه من نمیدونم. اینا زنهاشون مرداشون خش تاورشون چیکار کرده است من نمیدونم. اینها همه غلام شده گای ایلی میترسه جان خداوند میگرن ابندش نه امام علی گرفتن نمیتونه، ایلی سگ بچه‌شون گرفتن نمیتونه یا گم کار کردن نمیتونه. برای چی شما خاموش هستین؟ در وطن هستین، ما های در مهاجر هستین. ای زنها مردها که های من یگان چه گپ ندارم همش خرد شد. زنها شما چیکار کرده استی؟ من نمیدونم. اوجی یک زن گرفت، 2 زن گرفت، اوجی آیستا همه زنها را برده است. زور اینا فقط زنها را میرسد. حکومت ها شما به من طلب دارم. کرته ایزار پاشین. چند زن تاجیک برده عذاب دادن. کرته ایزار پاشین. من کشیده میتیم همین کرته ایزار من بگیم بپاشین. در کار باشه. همین قد پش شدین که ایزارتن یک زن با اومد. برای چی؟ شما همین خیلی پس هستین. همین قد نامرد هستین. ما همین عذاب کشیده استیم. ما زنها همین عذاب کشیده. به حرمت بودیم، حد شده. همین بوده. حرمت شما مادرتون با. این همچه یک مادر، همچه یک خواهر. کدام مادرش، کدام امینش. آیله خودتان حکومت داره. حرمت نمیکنید مادر خودتان. کسی مادرش حرمت نمیکنید شما. ما هم مادر هستیم. حق حقوق داریم ما هم. تاجیکستان با حق حقوق نیسته.
آزادی زبان نیستن، گپ زدن نیستن. که آمین آوازش میبرارد وجه خواهین ملت میشود. این تروریست میشود. همه تروریست هستن. گپ حق زدن. من یگان کس نکشتم، دستم به یگان سلاح نیسته یا راغ نیسته، یگان کس منم نکشتم. منم تروریست گفت. زنهای تروریست در کلان هست همین چرا سعید آوه میشه. ها من همین خیل هستن. چیکارش کنم؟ من شما مجبور کردین خودتون. من خودم نشدم همین رهبر من خودم ندارم شما مجبور کردین مرا. برای همون من دارم هر یک برنامه میدارم تا زنده هستم. هر یک شما را تنقید میکنم در کار باشد تا مردنم میگروزم میلش یاویتون دستتان میآید بیا تشینه من بپر برده زندان نکن زورت میآید همین قضار شدی بپران همه زنها را ببرو رو خیش توار خودت چیم عذاب دادن چیم غم دادن. یک مادر غم داده استیم حکومت دارو مادر خودت غم داده است تو پس زده استی مادر خودت پس زده است خواهر خودت پس زده است ما را پس نزده است تو ملت پس زده است تو. شما همین خواهین خودتان هستین ما خواهین نیستیم. ما حقیقت گم میزنیم. رنگ شما با این کریس نیستیم. ما رنگ شما با این آدم پسلین ما نیستیم. همین علمم آمد اپا نه کار آمدم همین گریه کردم شدم خودم دست گرفتم و برآمدم. اتک من امروز برآمدن نبودم. همین گریه کردم که دل جگر من خون شد. برای چی این زندان باید منم همین خیل برایم قپیدگی بود. همین درد من خیز کرده استم. باور میکن من همین درد خیز کرده استم. همین کلتکوره همین دبونکه ها را همه من خیز کرده استم. برای چی که منم همین خیل کردگی بود. منم دبونکه خورده که من چقه اونیجیه نکردگی ازدواج نکردگی همش آزر من درد من بود نوشده استم. برای چی یک زن توجیک با هم خیل شده است. توکای من نمیدونم توکای همین کچی مردای ما همین که زن سفر شده چی وقتی شما سرطان نمیبرداریم دیگه ملت ها به همه جا آزاده. برای تاجیکستان برای چی رنگ جهنم هست. تاجیکستان خودش دوزخ شده گه زندان ها جهنم شده گه روی زمین جهنم باید میشود. توکای همه خیل میشود من نمیدونم. مقابل زن دوبینکه هم برداشته بوده امروز آشکار شد. خب خواهر جان یک گپی خوب گفتید بیاین من سر و تن زنانه میدهم بعد ما میرویم زنهایو به جای آنها مردیگری میکنیم. اگر ناموس گم کردن بیاید اینجا مهاجرت کار کرده فلسطین به وطن ما همان پولها را درست راه اندازی کرده حق و حلال استفاده برده وطن را میشکفانیم. اگر همان مردانی که دست برداشته زن را دزدیده برده باز جایش را نگویند این علاقه مردی نیست. زن نمیکند همین کار را. زن را دزدیده برده پنهان کرده از خویش و تبارش روز نمیکند. اما شما مردان کردید. درست گفتن последний человек یعنی آخرین آدم هستید. با زبان ارسا بیم پاچلویچسکی هستن اپا جان میبخشید ارسا با پاچلویچسکی هستن اینا خدمت میکنن زنها را از سرش هم بردارن. درست بله موسفید از جایش برخسته بر زن جوان جای میدید. مورا چکار کرده است کنج زندان کرده است عذاب داده است غم میتید هر روز زنها میبراید گریه ناله میکند. فرزنده جوانای تاجیکستان نمیشنود. بسیار همینجا به غریبا هسته میبینم سلام علیک میکنم یگان تش نمیگد که برای چی این همین خیل احوال آمده گفته نمیتونم میترسم. های بترسیم حتی لایکاتون بگذاریم 1.5 میلیون آدم نگاه کرده است شمیده است لایکاش نیست حتی به لایک بجکن حرف بشنود براسد همین باید میترسیم. توکای دستتان همین خوش میشود یک لایک بر من نمیدونم ایناشه
دستتان دیگه کرد نبیای حتی به لنگ جفتن بشود خوانده نمی شود. بله نامناسبش نمی براید. همین قدری که نوار پهن می شود. از لایک شما نه ما مبلغ کار میکنیم، نه از مبلغ شما می براید، نه یوتیوب مبلغ، چیزی از آنجا صرف نمی شود. همین قدری که نوار پهن می شود. من همین گفتنی بودم. پس دور حرف شما هستم که بیایند ما جای خالی کنیم، مهاجر شوند همان کارمندان مقامات. ما به جای آنها لباس نظامی مردانه پوشیده مردانه رفتار میکنیم. ما در دزدی نمیکنیم، زن آزاری نمیکنیم. ما دزدان را، کروپسیونرها را، دزدان اساسی سر قدرت را دستگیر میکنیم. چه خیلی که لی کوان یو کرده بود، چه خیلی که رئیس جمهور اوروگوای مثلا 15 سال قریب زندان نشست، برآمد این همه فساد را ریشه‌کن کرد، کشور را در سطح عالی ترقیات برآورد، از زندان برآمده کرد. زندانی بود وای. بسیار تشکر برای برآمدتان چراز خواهر. من از شما میnnتدار هستم. در پناه خدا باشین، خداوند نگهبان شما. من شمایم، رحمت کلام شما هستم و اوبال آب دیده شما میگیرد. البته اوبال آب دیده هر یک مادره که ما را عین حال تماشا میکند، دست برداشته آمین میکند. چه خیلی گفتم اول دعای مظلوم میگیرد، ما مظلوم هستیم، مظلوم هستیم، دعای مادر میگیرد، دعای مهاجر میگیرد و این همه هستیم ما. آه ما را ناشنیده نمیماند خداوند. از آه مظلومان میترسم. تشکر میگویم. انشاءالله خدا خواهد. بله تشکر. درباره تابوت این همه مهاجران که بر کشور می رود گفتند. بله گپ حق شما را گوش کنیم بعد من. السلام علیکم. و علیکم سلام دادر جان، گوش میکنم. صدام هسته؟ بله های. انشاءالله خوبین، امیدوارین. البته خدا را شکر. خدا خوب باشین. همینجا دو زانک شتین دیگه مردم در راه نمیتین. همینجا چخچوک کردیسه ما نمیخوایم 5-10 منت صحبت نبروریم، مردم جا دورا بسوریم. اینجا سخنهایشان خیلی خوب بود، پر محتوا بود، جبر دیده هم هستند. خب دادر جان برای دفاع حقوق زنی که بازداشت کردن حرف ایستادیم و نیز برای دفاع مردم بدخشان، برای پاس آب دیده مادر جان ها. انا مقصدی مادر عبدالرحمن مادر ما میشوه. مقصدی بلندتر حرف زنید دادر. یگان گناه نداشت. بله خب. یگان گناه نداشت مادر عبدالرحمن. خب با فکری ما ای مادر عبدالرحمن دستگیر کردن. با فکری ما می عبدالرحمن خودش باید تاجیکستان برای با سر مادرش عبدالرحمن دستگیر کنه با مادرش خوی بوده. با فکری ما میه. بله همگان هم همین خیر فکر دارد. ما چون که فکرم همیه که مردن است، هرگز نباید دستگیر شود. بله باید عبدالرحمن دستگیر کنه، باید با سر مادرش بروه، عبدالرحمن دستگیر کنه، مادرش سر بده. با فکر خدم نمیه. اگه اوسنشه خدا میدونه امو ولی همین مادرش زنده های، زنده هست، یگان خبر نیست. شما باور میکنید که مادرش را سر میدهند اگر عبدالرحمن رود؟ من باوری 100% دارم همین عبدالرحمن نمی تاجیکستان رود دستگیر کنه البته 100% سر میده. من باوری دارم چون که مادر یگان گناه نداره، یگان میده گناه نداره، یگان میده. همین عبدالرحمن دیگر نفرانی که این حال محبس تاجیکستان زندان ها را پر کردند همه گناهکارند. نه 100% گناهکار نیستن. همین یه تا گناهکار باشه همینجا 70 تاش به گناه به یگان چی بوده محکمش کرده. بله درست است، درست است. همین یه تا گناه یا تا گناهکار باشه همینجا 70 نفر به گناه به یگان چی به یگان فقط دلیل محکمش کردگیه. در کار باشه همینجا مردهش میبروره، مردهش. درست. یک طربخانه کشاده شده بود وقتی نو طربخانه بود.
ما را گفتند که همین طربخانه را ریکلام کنید که لازم و معرکه های مردم را میگذراند. من همینجا دیدم که یک مرد به حد بسیار شراب می نوشد، چهره شناس دارد و مرا نمی شناخته است. همین مرد با علم بر شریک دیگرش گفته ایستاده بود که من در زندان کار میکنم، راهبر هستم، میدان وجدانم عذاب میدهد، 90% بیگناه در زندان نشستند و گریبانش را گرفته دستش را لرزانده گریسته شراب می نوشید. مرد دیگر زور ایمانش نمی رسد، وجدان کمترک بوده است، عذاب داده ایستاده است، زور ایمانش نمی رسد که شراب ننوشد، از کار خالی شود، نفس نمیگذارد، آنجا نان هست، پول هست و همانجا کار میکند. باز وجدانش هم کم کم شعله داده ایستاده است، کمتر شنه داده ایستاده است که آنجا بیگناهان نشستند. این رئیس زندان میگفت، در شهر استرابشان در طربخانه نشسته گریه کرده میگفت. این خیلی حالت، این حالت زندگی. خب در تشکر که وارد بر برنامه شدید، فکر خود را گفتید. مرحمت، زنگ است، قبول میکنم. بعدا یک جواب خوب داشتم بردادر. بله. همین ما با الان شریک دیگرش گفته ایستاده بود که من در یوتیوب رو خاموش کنید. صدای ما بله دورتر می رود. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام خواهر جان، گوش میکنم شما را. من اولین ای درگاه خداوند تبارک و تعالی طلب میکنم که مادر اما عبدالرحمن آزاد کنه. خب این خسته هستید مادر جان. مادر لعنتوی بی ناموس بی ننگ، ای همیده مردنشون بهترک بود که مادر را دوست دارم. یا زن بری و محکم کنی 4-5 روز یگون کس درک نداشته باشه که ای کجاده های. عبدالرحمن نرود تاجیکستان. مادر عبدالرحمن او آزاد نمیکنن. عبدالرحمن خودش هم دستگیر میکنن. عمر جوانیش در مو محبس میگذرونه. نیکی مادرش باید خلق طلب کنه که او مادر هیچی گناه نداره. آخه عبدالرحمن سن 18 بالا های. یگون گپی هم گفته باشه آخه حق خودش طلب کرده گیه. واقعا بله. او یگون گناه صادر نکده، نه غری کده، نه دزدی کده. خودشان میلیون های تاجیکستان هم میدزدن، حق خلق هم میخرن، هیچی گپ نبوده. یا برای 2 دهن گپ مادر ایره بردین به نام نشان کردین. ای همین مردیه، ای بر همو عمرشون نالد، بر پدر همو مادر نالد که همتری فرزند همتری کارگر حکومت به دنیا آورده. بر پدر تربیتشون نالد که چخیل مادر میبرن محکم میکنن. من خواهش نمیکنم، التماس نمیکنم، طلب میکنم که همو مادر آزاد کنن. 100 آفرین اون مادرای بدخشان، 100 آفرین که او بچه را اون مادر چخیل برد در تای خاک موند. واقعا دشوار است، به حد دشوار است. البته دشوار است. یک فرزند تولد کرده به وایه رساندن این کاری آسان است. پروردگار خانه همو امام علی را تا همه مینیستروش غمخانه بگردانه. پروردگار به مراد مقصد شونه رسانه شو، آزادی به همون مادر عبدالرحمن. پناهت به خدا. بسیار تشکر، پناه شما هم بر خدا باشد. خواه همین خانه بیداد و ستم ویران باد، خواه همین محکمه جور مزارستان باد. صدرالدین عینی گفته است. خب عبدالرحمن خوش آمدید. برآمدن باکنه اینجا دادره که با نام گپ حق برآمدند، گفتند که اگر عبدالرحمن تسلیم شود مادرش را رها میکنند، اما برای همین مادر عبدالرحمن عین حال از رهایی دیده زندانی بودن پسرش گرانتر است. وقتی که یک مرد را همراه پسرش به نزد پادشاه میبرند چه گناه میکند؟ پادشاه اول مرد را میزند، چند قمچین
فرمان میدهد بزنند، مرد آرام میستد، مرد است، فریاد نمی کند. اما وقتی که پسرش را میزنند فریاد میکند. پادشاه میپرسد چرا خودت را کوفتیم آرام بودی، پسرت را یک تا زدیم که داد و فریاد میکنی؟ مرد میگوید مرا زدید تنم درد کرد، پسرم را نزنید جگرم درد میکند. پسر جگر است برای مادر و برای همین مادر زندانی بودن عبدالرحمن درد بینهایت شدید است. از نشستن عبدالرحمن برای مادر خودش زندانی بودن اندک شاید درد سبکتر باشد اگر مقایسه کنیم. خب برنامه پرنده های مهاجر است، می توانید وارد شوید، هم زنگ زنید هم طریق لینک اینجا گذاشته شده. وعده دادم که برای آنهایی که تابوتشان از مهاجرت می رود یک شعر که میخونم در برنامه های پیشین بود. پیوسته خواهش میکردن طریق شبکه فیسبوک که همان شعر رو خوانید. من از خاطرم فراموش میشد، از شما معذرت میخوام. همین روز چی شد که درباره تابوت رفتن از روسیه گپ زده موندن خواهران عزیز، مادرجان عزیز، و به خاطرم آمد شعر را گرفتم میخوانم به سمع شما، بعداً باز زنگ‌های شما را قبول میکنم. برای مهاجرانی که به هزار امید مادرشان کلان کرده در همان خلطه غریبیشان که بر کتفشان برداشته می روند، نان فطیر روغنی و قند و قرص و چارمغز و چینان و انداخته برده خور گفته تا آمدنش هر روز در به نگاه کرده آمین میکنند. پول فرستادگیش به لباس خریده صندوق پر میکنند که بیاید کلن میکنم گفته. و یک روز خبر میرسد بر مادر که مهاجر در غریبه مرده است. برای همین ها میخوانم. جوانی در جوانی بی نصیبه، شده بیمار و نادیده طبیبه، دریغ جان قبرستان قریبه، به پا رفت و به سر آمد غریبه. قدی بالای و دنیای هوس داشت، جمال نورداری چشم رس داشت، هزاران آرزو در هر نفس داشت، به پا رفت و به سر آمد غریبه. خماری می شود دل در تماسش، سلامش احترامش پرس و پاسش، دریغ قسمت حق ناشناسش، به پا رفت و به سر آمد غریبه. به نیت مادر صندوق داره، نموده جمع چندین کرتواری، خیالش بود بندی خواستگاری، به پا رفت و به سر آمد غریبه. چی باشد علت این سرنگونش، که آورده به احوال زبونش، خدا میداند از حال زبونش، به پا رفت و به سر آمد غریبه. بهار آمد زمین نمناک گشته، زیباران باری ها کاواک گشته، جوان داماد زیر خاک گشته، به پا رفت و به سر آمد غریبه. دریغ جان قبرستان قریبه. خب مشتری دیگر را قبول میکنیم، بفرمایند. السلام علیکم. و علیکم بر سلام خواهرجان عزیز. کبوترشاه نام دارند، چه نام زیبایه. من زاده بدخشانم. برای همه خواهرهای مادرهای و بیبیهای عزیز که همتون همی یک زن، یک فرد، یک آینده‌ای که همی نسل انسان هسته، به مادر به خواهر که انسان. من کم درک تاجیکی را خیلی قصاز نمیدم. من زاده بدخشان هستم. خیلی خوب است. زبان روسی خیلی خوب گل میزنم. برای چی من امی طرفدار مادر و زن؟ چون که گودکی ما میبینیم که امی اول خواهرچه مان که در گودکی بازی میکنیم، خیلی گودک خیلی که کلان شدیم همون خواهرچه مان خیلی شو میکند،
شو میبرود مادر میشود بعد به دنیا فرزند به دنیا میبرد یعنی آینده نسل امو ملت به دنیا میبرد بعد ایونه که همو مادر همو خواهرت بود بعد که مادر شد بعد او بیبی میشود مادر کلان میشود چه خیلی که یک با زبان بدخشی یک شعر عقل‌رضا گفتگی درباره گل یعنی شما خواهران مادران بیبیان یک گل به برابر کردگی و ما چه گفتنیم که ما باید همیشه امی خواهر زن دختر بیبی مادر حرمت بکنیم و ما امی میخوام که امو شعر یک خی امی اساس گفتن نتوانم ممکن ترجمه کردن نتوانم های بدخشی به تاجیکی لیکن او در امی گفته که یک زیباترین انسانی در بدخشانی امی موهای پیچاندگی در چیز بدخشان هستی لیکن همه امو شعر ای اولی همین چیز تر میشد که ما مرد ما مثل چیزیم لیکن با آخر خیلی که او امو گله آورد و با شما با همه زنا مادرها خواهرها بیبیها چیز که مانندی کردگی بود من کمتر با این ایخد چیز میکنم بیاناتش میتونم که خیلی همون شعر برای زیباگی و دوره یاشی و دوره همین چیز بود لیکن هر گلم در بهار میشکافد و در تیرما پسخان میرود همین خیلی همه ما انسان ها خیلی که برای همون گفتم خواهر بعد میشود مادر بعد بیبی میشود برای همین میگم که همه خلق تاجیک بدانین که همون مادر همون گله که ما مثال 60 سال 70 سال عمر میبریم همون گل یک فصله های بهار تا زمستانه واقعا همون یعنی قفایش بگردانید که عمر ما همین یک گله که میشکوفیم روی میتیم میشکوفیم بعد آخر در همین خیلی همون مادر همون پیر میشد همون گله که لیکن ما حرمتش باید بکنیم ولی برادر همین گل مثلا امروز دزدیده شده است از جانب مقامداران از جانب کارمندان حفظ حقوق مقامات ها باید حقوق انسان را حمایت کنند یک زن یک گل یک مادری تاجیک برده زندان کردند درک نمیدهند از حالش 5 روز باز خبر نمیدهند مگر درست است همین حالت خب در این مسئله این مسئله سیاسی خیلی دولت من برای همون حکومتدارا هم گفتم که ببینین که همین گلی که در خانه تا میشناندین با یک مثال دیگه میبرم که مسئله گودک و رفتار گودک همون گودک مردکی که ما مثال منصب طلبیم و جیفه طلب هستیم مثال من یک ماشین خوشروی با قیمت بها خرید کردگیم و خیلی بیرون دماندم من فرزند مایدکیم بر اومد و خیلی یک خروشید شد من گرفتم خیلی همون دستارش زدم چلیکاش مثال که همون کار دیگه نکنه بعد چند وقت همون پسر مثال نابالغ گریه کنان ناله کنان گفت پدر آتا جان همین دستا چلیکام در کرده استادن خیلی
خیلی دخترش بردن، دخترش گفت تمام همین چلیکاش بریدن در کوره که اوژه تمام شده. خیلی دیگر میگه نه برین دستش بریدن در کور. خیلی چلیکای گودکش بریدن. بعد اما گودک خیلی نورسی که نو چی شدگه، بعد خیلی اما بیمارخانه برآمد و خانه آمد و بعد پیش پدرش آمد میگه دادا جان همون چلیکام کی میروین؟ بعد پدری ما امی حکومتداران همچون مثال چون که خیلی آدم بالاگی خدمتگار، پدرم خدمتگار است، خدمتگار اویله خیل. بعد همی رفت کوب برم بینم بالای ماشین ما چه نوشته، او بالای ماشین در نوشته که پدر جان من ترا دوست میدارم. بله خوانده بودیم قصه را. خب برادر اگر بالای موضوع آییم آمدیم به نزد موضوع، در موضوع امروزه یگان حرفی گفتنی دارید؟ موضوع یه روزه اما چیزی گفتم که همو فرزند که عاقبتشون فکر عاقبتشون کنن که یک چیزی چیش میگن هستید که عمر انسانی تیز میگذرد، آرام زندگی کنند، سرخم زندگی کنند، با دولت از سر و کله نزنند. همین خیر. بله. ابن خلدون را میگویند که اگر برای تو امکانیت شود و گویند که چاپلوسان را یک طرف چاپلوسان را مانند، یک طرف خونخواران را، مردم آزاران را مانند، تو کدام را از بین میبرده؟ ابن خلدون میگوید من چاپلوسان را از بین میبردم، غلام طبیعتان را از بین میبردم. میپرسند چرا؟ میگوید همین غلام طبیعتان هستند که خونخواران را به وایه میرسونند. همین مردم سرخم و خوب و کفگوبی کرده نشسته و از یک آدمه که عادی یک نجات بخش تراشنده قریب برابری خدا و پیامبر برآورنده ها هستند که انسان را از خود میروانند. دشمن غدارترین هر راهبر کشور این همون خشامتگوهای اطراف او هستند، سرخم کننده ها هستند. دوست شما را تنقید میکند تا اصلاح شوید، چون که انسان همه گناهکار است، همه هزار یک خیل کمبودی دارد. مرا هم اگر کمبودی هایم را گفته نیستند امروز خدا میداند به چی تبدیل میشدم. مکتب اول رنده میکند کمبودی را میگوید، بعدن اول والدین، مکتب، دانشگاه، بعدن دوستان، خویشتبانان همین طرف. خب اینجا زنگ بسیار است باید قبول کنیم. مایلش یک سخنی آخرم داشتم، همه شعر Умар Хайям по забону русиш мегум. Коль добрый человек, он светит изнутри, на верхний блеск ты не смотри. Бывает он обманчивым, блестящим и заманчивым. پناه بر خدا. سلامت باشید. Аз Умаре Хайям гуфтанд, если истину сердце достичь не дано, для чего же напрасно страдает оно? این خیلی هم گفته، اما ما هرگز غمگین نیستیم، آشفته نیستیم، ما برای حقیقت تلاش میکنیم. بله، از طریق تلفن قبول میکنیم. السلام علیکم. به هر حال مهاجر خوش آمدید به برنامه. السلام علیکم. گوش چی بود؟ بلندگو یک را بلند کنید، از طرف شما خاموش است. همین که وارد شدید با بلندگویی که گیران وارد شود خوبتر است. مهاجر مخلصی همیشه ما هستند. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. سیده امروز حکومتی ها باید فهمند که این دری یک کسب با دست نزن که فردا اومده با دری توی با لغت میزنن، با پا میزنن. какой ответ, такой привет. باید حکومتی ها فهمند که حکومتی ها فهمند که این کار باید نکنن. امروز مردم تاجیک بسیار بیدار شدگی است، همه
فهمیدوسیان الکای چی گپ است. رحمونوف کی هست، محمد اقبال کی است، محیدین کبیری کی است، ظفر سروب کی است، اشروف کی است. امروز بسیار در برنامه ها فتنه‌گرا با درآمد ایستادیان فتنه انداخته استند که گروهی بسیار خیلی یا محمد اقبال حضرتی های خیلی، لیکن نمیتونن دیگه ما را جدا کردن. ما اوجه یک مشت کردن اینها. ما با پامری ها هستیم، پامری ها برادری ما هست است. گلبدین برادری ما را کشتین. مادری ما امروز گریه داره. امروز مادری گلبدین مادری ما است. حکومتی ها فهمیده گیرین این روز نزدیک است. شما باید هزیل ندانین این چیزا. شما فکر میکنین که امروز مادر برادر عبدالرحمن بردین، فردا به سر شما حال چی میآید؟ برای همین برادرها این کار نکنین. شما هم حکومتی ها برادر ما هستیم. ما هم نمیخواهیم که با رفته در روی شما لغت کتی زنیم، با پا زنیم. خواهرای شما را همین برده گفتنی داشتم. باید مادرها بسیار شدیان. مادرها من خیلی خوشنود هستم که مادرها بسیار شدیان. بله، شیردلان بدخشانی امروز بسیار بودند، زنهای شیردل بدخشان. بله، اگر اینترنت در بدخشان گیران می بود این حال تمام بدخشان وارد شده حرف می زدند. من باور دارم. دیده چقدر سخنرانی میکنند، ولای گلبدین بودن یا عمل بودن، اینجا خیلی زیبا سخن راندن با جسارت. بله. خب دادر حرف بله البته می آید. خب بیرون شدن. باز هم سری موضوع می آیم. وقتی که مادر عبدالرحمن را بردن، شاهده نام دارند. این زن دکتر زن هستند. خصوص همین تخصصی که کسبی که نمی رسد بر جامعه سخت نیاز دارند. بر دکتر و معلم جامعه نیاز دارد. خب وقتی بردن از ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی گفتند که شوهر شاهده طریق عریضه به آنها مراجعت کردند که کمک کنند و ادوکات جدا کردند برایشان، برای شاهده محمد جانو ادوکات جدا کردند و تمام ساختارهای مربوطه برای معین کردن مکان نگهداری شاهده مکتوب ارسال کردند. ادوکات کار کرده ایستاده است، اما یگان خبر شود نزدیکان و رسانه ها را آگاه میکنم گفتند و خبر نیست، هنوز در کجا بودنش نامعلوم است. این را خبرنگاران رسانه اطلاعاتی آزیا پلاس انتشار کردند در شبکه‌های اجتماعی. و از ناپدید شدن فرزند خود شاهده محمد جانو و مادر آن کس که ما گفتارشان را، گریه هایشان را شنیدیم طریق نوار، بر خبرنگاران آزیا پلاس نیز خیلی گفتند که زنگ از شعبه کارهای داخلی وحدت بود، یکشن مراتب جیغ زده بودند، گوشی موبیلیش را هم گرفتند، بر نگرداندند. این همه خبرها را بیبی عبدالرحمن گفتند و افزودند که برای پیدا کردن دخترشان روز 7 فوریه با دستگاه اجرایی پرزیدنت دادستان کل با امبودسمن مکتوب ارسال کردند، از آنها خواهش نمودند. پس معلوم که رئیس جمهور هم خبر دارد، دادستان کل یعنی گنرال پروکورور خبر دارد. مرحمت زنگ قبول میکنیم، باز ادامه میدیم. من السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم خواهر جان، خوش آمدید به برنامه. سلام، تشکر. بلندتر فقط خواهر. خب آواز من میآید خواهر؟ بله بله میآید، فقط پست آواز بلندتر حرف میزدید خوب بود. بخشید من هم امروز میخوام در برنامه شما پیوست شوم. خب پیوستید، خوش آمدید. میخوام پیوست شوم و ابراز عقیده کنم. من همچون یک مادر، همچون یک شهروند تاجیکستان، این کاری که مقصد حکومت بالای مادر عبدالرحمن کرده ایستاده است محکوم میکنم. خب
بدترین و کار است. میخواهم تمام مادران تاجیکستان، زنها، من از زنها پیشنهاد دارم به زنهای تاجیک که همه در این کار پیوست شوند، همکاری کنند و محاکمه کنند، چون که این نمیدانم، من یک هیجان مرا گرفته است و این بر سر هر یک مادر تاجیک آمدنش ممکن. درست. من فکر میکنم که مادر زن باید این را حس کند. حاضر مثلا مادر عبدالرحمن در کجاست کسی نمیداند. چه حال دارد کسی نمیداند. درست. چه حال دارد. بله. وضعیت مادر او را میفهمم. من مثلا رادیو آزادی رو چاپ کرد، مثلا یک زنی پیرانسال از چشمان وی، وقتی که به چشمان وی نگاه میکنی آدم نمیداند. من خودم را همچون زن داشته نتوانستم، از چشمانم اشک ریخت. و همچنین میخواهم با مادر گلبدین ها پیوست شوم و در مقصد آنها دردشان شریکی همدردی کنید. به آنها بیان میکنم و میخواهم آنها حس کنند که آنها تنها نیستند. ما همه زنها، چی از بدخشان، چی از کولاب، چی از حصار، چی از زرافشان، چی از خوجند، از همه جا در بری آنها هستیم، هم با غم آنها شریکیم و آنها خودشون را تنها حس نکنند، مبارزهشون را پیش برند، یعنی که در مبارزه همه وقت باشند. و از زنهای تاجیک پیشنهاد میکنم به زنهای تاجیک که التماس در همین کاری مادر عبدالرحمن بی‌طرف نباشند. همه آوازشون رو برآورند، بگویند آزادی به مادر عبدالرحمن. این وابسته نیست که عبدالرحمن است یا یک کسی دیگر است یا یک نفر دیگر است. این وابسته از این نیست که پسر در مهاجرت است یا در تاجیکستان است، کجایی هست، فرق ندارد. همه باید دربری امروز دربری مادر عبدالرحمن باشند و دربری مادر بزرگ عبدالرحمن باشند و دستگیری تنهاییشان را. بله. و بله، آنها تنهاییشان را حس نکنند. و من نمیدانم، خشت تبار همسایه ها همه باید آواز بلند کنند. امروز وقتی تو خاموش نشستی، فردا بالای تو وقتی بالای تو یکم حادثه آمد یا که همین خیلی یکم مشکلی آمد، همه خاموش میمونند. واقعا وقتی که یک نفر دو نفر خاموش شد، کی میتواند که مثلا کی جرأت میکند که مشکلی تو رو مثلا چی کند، از تو حمایت کند. برای همین من میخواهم که من دعوت میکنم از زنان، مادران، خواهران در مهاجرت، در بیرون از کشورن یا که در داخل کشورن، فرق ندارد، بی‌طرف نباشند، دستگیری کنند. واقعا ما هم در کنار شما، همراه شما هستم خواهر جان و همراه مادر گلبدین و عبدالرحمن و شما خیلی زیبا گفتید. گلبدین بسیار است در تاجیکستان. هر یک فرد وطندار و به ناموس و مرد میدان متانت و جسارت عین حال گلبدین باید باشد. یک برده گوشته گلبدین کردن مادر 28 سال عمرش از دست داده است. آسان نیست. چند شب نخوابید. مادر این را فقط حس میکند. درست است. چه یک فرزندی او را پاره کرده نزدش بیارد، خونشار کرده، کوچه ها را خونالود کرده. خیلی 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 وزین است. تشکر میکنم از شما برای برنامه‌تان خواهر. ما یعنی در کنارتان هستیم، همیشه خانه‌آباد و سربلند باشید. سربلند باشید شما هم. بسیار تشکر میکنم که تنها نبودنمان را شما، تنهایی های اطراف ما را پر میکنید. محمد رجب خوش آمدید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، زنده باشید آقا جان.
من گفتنی بودم که به نام خداوند جان و خیرات از بندتر اندیشه بر نگذرد. همچون یک زوده وادی زرافشان پشتیبانی کامل خود را از مردم بدخشان اعلان میکنم. البته جنگل میگویند بی شیر و بی روباه و بی پلنگ نیست، ولیکن اونهایی که از نام وادی زرافشان سخن میکنند یا که بگیریم که چاپلوسی میکنند برای رژیم، البته اونها یعنی عده کم هستند. من زوده اون وادی هستم، این منطقه هستم، میدونم که مردم چقدر عذاب و مشقت دارند، چقدر در مهاجرت هستند و انشالله که در اینجا خواستم در این برنامه وارد شدم و اعلان کردنی هستم که یعنی کاملا طرفدار مردم بدخشان هستیم. حق جانبی مردم بدخشان هست و در قضیه مادر عبدالرحمن و مادر گلبدین یا که هر جرم و جنایتی که رژیم انجام میدهد، البته این غیر قانونی، غیر منطقی و غیر علمی و ادبی و غیر قانونی هست. ما به شدت این جنایت ها رو محکوم کردیم و محکوم میکنیم. البته این قضیه که به سر مادر گلبدین یا که مادر عبدالرحمن آمد، شاید چند درصدش به سر ما مبارزین آمده ایستاده است و در آینده هم شاید که بیاید. و همین خاطر ما یعنی این جنایت رژیم رو محکوم کردنی هستیم و در آینده هم انشاءالله که محکوم میکنیم. شاید که من دعوا نمیکنم که عبدالرحمن شاید تنها من درک میکنم یا من احساس میکنم، چون که یعنی پدر و مادر ما هم تقریبا در همین حالتی یعنی تهدید و فشار و همین باز داشت و همین ببینید یک مادر کوهستانی و یک پدر کوهستانی، اونایی که از حق و حقوقشان با خبر نیستند، حق و حقوقی کنستیتوسیونی خودشان که نمیدونن، یک روز از مرکز ناحیه پنجکین زنگ میزنن که خیزید بیاین اینجا از پول مالی خودتان. یک روز قسم از شهر خوجند مرکز ولایت زنگ میزنن. اگر او که داخل شهر پنجکین کو مثلا ما ساکن شهر پنجکین هستیم مشکل نیست، شاید رفته اومدن مثلا، ولیکن وقتی به مرکز ولایت یا که خودی شهر دوشنبه دعوت میکنن، این معنی دارد که یعنی خیلی یعنی تهدید فشار بالای مادران زیاده هست، بالای پدر و مادران زیاده هستند. البته من درک میکنم این برادر عبدالرحمن رو، اگرچند که شیوه گفتارش یا که لهجه گفتارش در بعضی قضیه مخالف باشم، ولیکن همین که مظلوم قرار گرفته است، خودش یا مادرش یا که هر نفری باشد، گلبدین مظلومانه کشته شد. با گلبدین هستم. مادر گلبدین ویدیو براشین کرد، مراجعت کرد، روی دنیا دید، فهمید که حقیقت چیست، واقعیت چیست. انشاءالله که این در قضیه مادر عبدالرحمن هم حقیقت این کار رو مردم جهانیان میفهمند، ما ملت تاجیک، ما مخالفین تاجیک میفهمیم. و یک عکسی رو دیدم در این رکلام برنامه که در خوجند بود یا در کجای بود، رئیس جمهور همون دعای مادر هیکلی چرا شده شوی همون اشتراک کرد. یعنی گفتنی هستم که واقعا ما شک و شبهه میکنیم از احترام کردن مادرها یا که حق و حقوق مادرها رو دادن شما. ما شک و شبهه کردیم، شک و شبهه میکنیم، چون که سیاست همین 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله شما نشان داد که شما عادی ترین حق و حقوق را نسبت زن و مادر و خواهر اعتراف نکردید، یعنی رعایت نکردید. ببینید همین 2-3 میلیون تاجیکی که مجبوری مهاجرت مجبوری، درست است که روند مهاجرت در روی دنیا هست، در همه روی دنیا هست، ولی که مهاجرت ما ملت تاجیک مجبوری است. یعنی نبودن آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی مثلا دیگر ساحه ها، همین چیز سبب شده است که مردم مجبور
و مهاجرت کاری رود یا که مجبور شهروندی روسیه را قبول کنند، این مجبوری هست. ببینید مادر آنها هم مادر هست، مادر همه زندانیایی که به گناه پشتی درهای زندان محکم هستند، بدون یک پرونده های بافته و ساخته. مادر آنها هم مادر هست، خواهر آنها هم خواهر هست. اونایی که در خارج هست مثل من، مثل برادر شوکت جان، مثل تمام برادرایی که در حزب نهضت و پیمان ملی و گروه 24 و دیگر حزب حرکت‌های اپوزیسیونی، یا که حتی مثل همین برادر عبدالرحمن که اعضای یگان حزب حرکت هم نباشد که مادرش مادر است، خواهر است، حق و حقوق خود را دارد. باید که یعنی برای اولش که من باور ندارم که عبدالرحمن جنایتکار باشد یا که گلبدین جنایتکار باشد یا من محمد رجب جنایتکار باشم یا مثلا تمام پیمانی ها و نهضتی ها و گروه 24 ها چی باشن، جنایتکار باشن. اگر رفت ما جنایتکار باشیم هم نباید که پدر و مادر ما از نام ما جواب بدهد. در یگان قانون های ملی و قانون های بین المللی و قانون های دینی هیچ جا وجود ندارد که پدر و مادر از نام فرزند، از نام پسرشان یا دخترشان یا فرزندشان جواب باشند. من بسیار تشکر میکنم. امروز واقعا شما اپای سویما و دیگر خواهران و مادران فعال بودن در این برنامه ماراتونی که پیمان ملی تاجیکستان تشکیل کردن و دیگر حزب و حرکت ها یا که دیگر رسانه ها هم پیوستن. بسیار تشکر میکنیم. البته من بسیار میخواستم که در دیگر روندهای مبارزه هم مادرها، خواهرها، زنان فعال باشند، بانوان فعال باشند، چون که ما در بدایت دعوت دینی، دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های سیرت بسیار خواندیم و فهمیدیم، دیدیم. ببینید وقتی که بار اول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از غار برمیگردند، اول نفری که دلبرداری میتد این مادرمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها است. بعدتر پول و مالشان را در راه مبارزه صرف میکنند، تبلیغ و پخش شدن اسلام چه کردن، یعنی صرف کردن. اولین نفری که دلبرداری کرد، یعنی با جان و دل با شوهرش پیوست، کمک کرد شوهرش رو در کارهای دینی، اجتماعی، اتحادی، دیگر چیا و در همین روند مبارزه یا که روند همین چه هم فعالیت مبارزه هم واقعا ما بسیار احتیاج داریم به مادران، زنان، خواهران که کار کنند، نویسند، درد دلشان گویند، درد دل مادرها را فهمند و نویسند و مثلا برنامه سازند. زنده باشید. از شما بسیار تشکر میکنیم و از مادران و خواهرانی که در این برنامه اشتراک کردن، سهم خود را گذاشتن هم بسیار تشکر میکنیم. زنده و سلامت. از آنها هم، از شما هم که وارد برنامه شدید. واقعا در این برنامه بار اول هستید. در برنامه پرنده های مهاجر خوش آمدید. باور دارم که من بعد نیز دستگیری میکنید، با ما میپیوندید، فکرهای خود را میگوید. خود وقتا گفتید که اولین نفری که در راه مبارزه تمام مالشان را صرف کردند زن بودند و یکی از الگوهای شایسته اسلام را نامبر کردید. ای کاش که ما را هم در قطار همینها خداوند در قطار زنهای مبارز اجر داده باشد. بسیار تشکر. خوش آمدید یک بار دیگر. همکارمان شوکت محمد وارد برنامه شدند. خوش آمدید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میبینم برنامه خیلی گرم میگذرد. خواستم در همین گرم گذشتن همین برنامه باز هم شریک باشم و ثوابش رو پیدا کنم. من چی گفتنی هستم؟ حالا ببینید بسیار کمتر پیشتر در همین ماراتون پیمان ملی تاجیکستان که برادرمون محمد اقبال صدرالدین میبردن، من سخنرانی کرده بودم، درباره خشکمانی مردم گپ زده بودم. حالا ببینید سر اول وقتی که تا 3 میلیون نفر مهاجر می شود، من از همین جا سر میکنم. تا 3 میلیون نفر شهروند تاجیکستان مهاجر می شود و
مهاجر شدن کاری آسان نیست. همین از خانه‌ات برآمدی، حتی به خانه یک نفر مهمان شدن هم خیلی مهنت طلب میکند. حتی به خانه یک نفر مهمان شدنت هم خیلی مهنت طلب میکند. مهاجر شدن کجا؟ در مهاجرت تا اینکه به یک جا رفته جا شوی، حالا پول کار کردن کجا، خانه یافتن، قید بودو باش کردن، همه این مهنت طلب میکند. بغیر از قید بودو باش پتین کردن و دیگه و کذا، همه این مصرف طلب میکند، مهنت طلب میکند. با چند کس باید گردن کج کنی، با چند کس باید خوش آمد کنی، با چند کس باید تو باید همین سری بلند رو خم کنی، التماس کنی، التجا کنی و چند کارهای دیگر که کار تو رو بود کند. مثلا گریم اکثریت این نفرانی که از تاجیکستان میروند، بیچاره ها مکتب رو ختم کرده میروند یا که صنف نو رو تمام کرده میروند، زبان رو نمیدونند، مشکلی دانستن زبان دارند. برای همین بچند کس باید التماس کنند، التجا کنند. از همین جا سرخمی تاجیک علاقه سر می شود. اکنون چیزی دیگر، تا 3 میلیون نفر مهاجر، یکیش در حالت مهاجر شدن، یکیش می شود زنده جدا از زن و فرزند. فرزندان می شوند زنده یتیم. پدر دارند، پدر زنده است لیکن همچون بی پدر زندگی میکنند، زنده یتیم هستند. پدرشان زنده است اما همچون یتیمان، همچون بی پدران زندگی میکنند. و این حالت آورده رسانیدن یک ملت علاقه این خودش یک جنایت بزرگ است. و نفری که بجای دل در جای دلش سنگ بسته است، تو رهبریت یک کشور را به عهده دارد، به این راضی می شود. اگر بجای دلش سنگ بسته باشد، اما اگر دل داشتگی باشد، یگان خون انسانی در رگ و پیش دویده ایستادگی باشد، اگر هرگز و هرگز به این راه نمیداد. هرگز و هرگز. خیر گفتیم 100,000 مهاجر داشتیم، 200,000 مهاجر داشتیم، رفت 500,000 مهاجر داشتیم. نخواد 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون مهاجر داشته باشیم. نخواد 60-70 درصدی قوه قابل کاری، قوه قابل مهنت کشور در خارج زندگی کند، در خارج باشد. نخواد مردم به خارج سریخانه برآمده روند. برای آبادی ملت دیگر کوشش کنند، جوانیشان را این یک مصیبت بزرگ است. از همین جا میبینیم که در این رژیم نه دل هست، نه وجدان هست، نه انسانیگری هست. یگان چیز وجود نداره. حالا ما تا به یک دو مادر در برش گپ زده شدیم. اینها از میلیون زیاد مادرها را گریانده ایستادند، از میلیون زیاد فرزندها را گریانده ایستادند. شما تصور کنید در تاجیکستان یک کس داده گفته دویده رود، مثلا گریم از 5 عائله 4 عائله در روسیه است. اینها مثلا گریم همون 5م عائله که پدرش در خانه است، دیپورت شده رفته است یا یک چیز رفته شده رفته، یک تا چوپا چوپس گرفته میبرد، پولش زیاد نه که بچه های همسایه هم گیرد. وقتی که یک تا چوپا چوپس در دست کوچه میبراید، آه و ناله او بچه هایی که میگوید کاش دادای پدری منم در همین جا میبود به من چوپا چوپس میخرید یا که یک خروسخند میخرید، میگوید آه و ناله همین ها بس است به اینها، آه و ناله همین بیچاره زنده یتیم ها. تا به این مادر گلبدین زیابکوف و تا به این مادر عبدالرحمن رسیدن، همین جو خودش اینها 10 میلیون اهالی کشور را زنده یتیم و زنده جدا کردگی هستند. یعنی دارن زنده به زنده دارن شکنجه میکنن، زنده به زنده دارند در گور نگه میدارن، اینها در گور تنگ و تاریک نگه میدارن. این خیلی مصیبتی بزرگ است. حالا درباره مادر گلبدین گپ زدیم. وقتی که گلبدین زنده بود، او از واروخ دفاع کرد، گفت که من آماده هستم بروم در واروخ بر ضد دشمن، بر ضد آنهایی که میخوان خاک ما را غصب کنند بیستم،
جانم را سپر کنم بگفت از این میبراید که گلبدین زیابکوف، مادر گلبدین زیابکوف در گردن هر یک وارخی، در گردن هر یک شهروند خواجه ساکنانش خواجه اعلی، اسفره، چارکو حق دارد و حال حاضر باید هر یک فرد ناحیه اسفره و اگر مرز ناحیه اسفره مرز تاجیکستان است، در گردن هر یک تک تاجیکستانی گلبدین زیابکوف، مادر گلبدین زیابکوف حق دارد و باید تک تاجیکستانی هر یک فردش برایت صدا بلند کند. مرز واروخ، مرز خواجه اعلی، مرز چارکو، مرز اسفره، این مرز تاجیکستان بود. این مرز تاجیکستان بود. گلبدین زیابکوف خیست گفت که وقت زنده بود، وقتی قرغیز ها آمدند به مرز، گفت که من آماده هستم بروم از مرز کشورم دفاع کنم. مرز واروخ مرز تاجیکستان بود. هر یک در گردن هر یک تاجیکستانی گلبدین زیابکوف و مادر گلبدین زیابکوف که فرزندش را جوان مرگ کردند، در عین جوش خروش جوانیش به قتل رساندن حق دارد. حالا عبدالرحمن با این جوان من یگان بار روبرو شدگی نیستم، یک بار یا دو بار توسط تلفن صحبت کردگی هستیم، همگی یک یا دو بار. همین جوان از زمانی که در فضای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به گپ درآمد، از سطر و حجاب، از حقوق مسلمانان تاجیکستان دفاع میکرد. امروز عبدالرحمن را انا همین مادر شاهده محمد جانو کلان کرده است، به وای رسانده است. اینقدر با جسارت، اینقدر با شجاعت و اینقدر با مردانگی. پس مادر عبدالرحمن در گردن هر یک نفر سطرپوش، هر یک مادر خواهر سطرپوش حق دارد. مادر عبدالرحمن در گردن هر یک مردک هایی که خواهرشان، مادرشان، دخترشان سطرپوش است و کلمه درباره سطر و حجاب از زبانشان نبرآمده است، دفاع کرده نمی توانند و بجای آنها عبدالرحمن صدا بلند کرده است، بجای هزارها مردانی که صدایشان شنیده نمیشد صدا بلند میکرد، جانش را در کف دستش گرفته گپ میزد. امروز عبدالرحمن و مادرش در تمام گردن مسلمانان تاجیکستان حقدار است و باید با پشتیبانی از مادر عبدالرحمن تمام تاجیکستانی ها، تمام مسلمانان تاجیکستان باید صدا بلند کنند، باید پشتیبانی کنند. حالا من به برادران مسلمان، به طالب علمان، به آن نفرانی که زنشان، خواهرشان، دخترشان، مادرشان سطرپوش هستند و در یک حالت زجر، در یک حالت عموما وحشت زدگی عمر بسر میبرند و نمیتوانند که اهلشان از جنس لطیف به اداره های دولتی با سطر روند، به دکترخانه با سطر روند، با حجاب روند، به بناهای معموری با حجاب روند نمیمانند و این عذاب و رنج را کشیده ایستاده‌اند. همین عبدالرحمن بود که بجای آنها، بجای هزارها نفر این گونه مردان که از حقوق زن و دخترشان، پیوندشان، اهلشان دفاع کردن نمی توانستند، صدایشان نمی برآمد، بجای آنها صدا بلند کرده است. امروز روزی رسیده است که عبدالرحمن در گردن آنها حق دارد. باید هر یک تک مسلمانان، هر یک نفری که به خاطر سطرش، به خاطر حجابش رنج میکشید، این رنج آنها را در مغز استخوانش عبدالرحمن حس میکرد، درک میکرد و انا همین حسیاتش نمیمان او را کنار بشیند، میبرآمد گپ میزد، جانش را به کف گرفته گپ میزد
و او این روز رو میدونست که یک روز نه یک روز مادرش را بازداشت میکنند، لازم شود خودش را دزدیده میروند، لازم شود خودش را کشته نابود میکنند. همه این را میدونست، اما مثل اکثریت ما جان غنیمتی نکرد. همیشه کوشش کرد که حق را بگوید، همیشه کوشش کرد که از حقوق مسلمانان دفاع کند. میکرد، گپ میزد. پس امروز نوبت ما رسیده است. نوبت ما رسیده است که ما باید از حقوق مهاجران، از حقوق کسانی که از ما دفاع کردند، ما باید دفاع کنیم. از حقوق مادر عبدالرحمن، برای آزادی مادر عبدالرحمن صدا بلند کنیم. اگر ما در تن وجدان داریم، اگر ما حسی وطن دوستی داریم، ناموس داریم، باید این شجاعت، این جسارت را داشته باشیم که از حق حقوق مادر عبدالرحمن، از حق حقوق مردم بدخشان باید دفاع کنیم. هر یک نفر، هر یک فرد، نمیگویم که یکی نماینده از این منطقه که از نماینده از اون منطقه. من به این باور هستم که امروز مادر عبدالرحمن، مادر گلبدین زیابکوف، مردم بدخشان در گردن هر یک تاجیکستانی حق دارند که آنها پشتیبانی شوند. سلامت باشید. خب دادر شوکت، من به شما یک سوال داشتم. سر یک نکته ایستاده گذاشتید که گلبدین نفری بود که بار اول برای دفاع از مرز کشور، از مرز قرقیزستان سربلند کرده بود. از کلاب باستان بر من یک چند نفر طریق شبکه اجتماعی نوشته بودند که ما روی خط کردیم نفرانی که میخواهند دفاع از مرز بومی کشور کنند و همین نفر روی خط بر دست کارمندان شعبه کارهای داخلی افتاد و ما را یک جیغ زده اذیت دادند، آزار دادند که چرا شما نامنویس کردید. اینجا که گپ در سر حمایه مرز وطن میرفت، چرا کارمندان شعبه کارهای داخلی اینها را به جای دستگیری و افتخارنامه دهی اذیت دادند؟ فکر شما درباره همین چیست؟ چرا مقامات نمیخواهد که مردم با خون گرم سر برداشته از مرز و بوم وطن خودمان دفاع کنند؟ همین یک پارادوکسی عجیب است. به فکر شما چرا چنین باشد؟ راستی من این رو تنها میتوانم تخمین بزنم، چون که باید بیشتر با دلیل صحبت کنیم. تنها میتوانم تخمین بزنم. به فکر من این است که اینها در مرز، حالا ببینید با ما چندین نفر تماس گرفتن، گفتن که کسانی که حتی به کوچه میبرویند باید جواب دیند. چرا به کوچه برآمدی؟ فرض کردیم به مگزین برای خریدی کارتوشکا میروی یا به خریدن برنج میروی، لیکن تو به مگزین رسیدنت وقتی که به دست پلیس بر میخوری، حتما به چند سوال باید جواب دی. برای چی به کوچه برآمدی؟ در اینجا چیکار کرده گشته ای؟ کجا رفته ایستاده ای؟ کجا میروی؟ به پیش کی میروی؟ باید جواب دی. با یک بارگی مگزین رفته ایستادم، برنج خرید رفته ایستادم، گفته خلاص نمیشوی با یک بارگی. هیچ کس، یگان پلیس تو را در همون روستاهای نزد مرزی باور نمیکند و مگزین رفتنت را. چندین باید یک برداشتی بزرگ داشته باشه که همون طلب آنها را گشته برگشته سوالدهی آنها را صبر کنی، سرت خم باشد، سرت را نبرداری و روی آنها را ننگری تا اینکه با یگان جوابگری نکشندد، با یگان تهمت تو بهتان پشت پنجره زندانت نکنند. این است شرایط مردمی ساکنان روستاهای نزد مرزی. این است حیات امروزشان. حالا بردند چقدر کماندون ها را در خانه های آنها جا کرده هستند، توپشان را شکسته. مردمی که به روسیه رفته هستند در روستاهای نزد مرزی همون نظامی ها را برده جا کرده هستند. وقتی خیش سوارشان خبرگیری می رود، الکی شخص نظامی زن و بچگیش را آورده در خانه وی زندگی کرده ایستاده است. حال تا این وقتی که حال این خیلی است، شما فکر میکنید اون مردم که از مرز و بومش دفاع میکند به او
اونها رو قهرمان اعلام بکنند. نه، در قرقیزستان پرووکاتورها رو قهرمان اعلام کردند. نفرانی که پرووکاسیون کردند، جنگ آفریدن و سبب کشته شدنی به قتل رسیدنی ده نفر شدند، سوختن خانه های ده نفر شدند. پرووکاتورها رو خواستند حتی در پارلمان قهرمان اعلام کردن آنها رو محاکمه کردند. در تاجیکستان برای چی این کار رو نمیکنند؟ برای آن که اینها در حالت آسایشته بدون فشار آوردن به مردم با طرز آسایشته نمیتوانند حکومت داری کنند. یعنی مدار سیاسیشان، مدار حقوقیشان، فهمیش جامعه شناسیشان به این نمیرسد که میتوان با گفت و شنید با مردم، میتوان با مناسبت حسنه با مردم حکومت داری کرد. وقتی که به این فهمیششان نمیرسد، وقتی که به این دانششان نمیرسد، آنها از زور کار میگیرند. شما در اول برنامه به یک نقطه مهم اشاره کردید، گفتید که مرد همان وقت به زنش دست میبردارد که یا که به اهلش دست میبردارد که خیردش با راهی گفت و شنید متقاعد کردن اهلش نمیرسد. واقعا درست است. وقتی اگر گفتیم که حکومت داری از در علم جامعه شناسی از اویله داری سر می شود، در این حکومت داران ما برای آن از خشونت کار میگیرند که دانششان، خیردشان با راه گفت و شنود، با راه مصالحت اداره کردن دولت نمیرسد. برای همین مسجد ها بسته هستند، برای همین مدرسه ها بسته شده هستند، برای همین مردم در حالت وحشت زدگی نگاه داشته می شوند. اگر اینها دانش و ملکه دولت داری می داشتند، مردم در حالت وحشت زدگی نه، مردم در حالت رأس آزادگی و آزاداندیشی زندگی میکرد. مردم در حالت سربلندی زندگی میکرد. این نمیرفت. مردم امروز مثل مردم بدخشان وحشت زده نمیشد. حالا ببینید تک تک مردم امروز هر یک قدمی که میموند فکر میکند که به این قدمش جواب دادنش در کار. حتی وقتی جواب دادن نمیتونند مقامات رو مطمئن کنند، چون که نسبت مردم کشور مقامات خصوصا نظامی تا حد بدگمان شدگی هستند، تا حد بدگمان شدگی هستند که تماما باوری بین مردم و بین حکومت از بین رفتگی است. یعنی بین مردم و بین حکومت یک شلاگباون است. واقعا دیوار چین است. بله. و در این حالت آنها بجای در این حالت حالا حکومتداران از تک تک نفری کشور خائن رو میبینند، وطن فروش رو میبینند. یعنی در لغت آنها خائن وطن فروش آنهایی هستند که با این حکومت نیستند، با سیاست این حکومت نیستند. یعنی فهمیش آنها تا این درجه رفته نرسیده است. عذر میخواهم. بسیار خوب. بله، عبدالرحمن هم وارد شدن. خوش آمدید در السلام علیکم. خب من هم اجازه می‌خوام. تشکر. بله تشکر. یک بار دیگر خوش آمدید میگم دادر عبدالرحمن را. شما شاید برابر فرزند هم باشید بر من. امروز تمام تاجیکستان مادر شماست. تمام تاجیکستان احساس میکند حال مادر شما را و در دفاع از مادر شما پیش از این اگر برنامه را پیگیری کرده باشید چندین نفر مادران برآمدند گریستند. حتی نفری گفتند که من لباس زنانه را بدر میکنم برای همان کارمندان مقامات میدهم، بیاید زن شده نشیند، من رفته کاری مردانه آنها را اجرا میکنم. انا در همین حالت هم بود. خب عبدالرحمن بفرمایند، دیگر رشته سخن را برای شما میسپارم. خب آواز ما کمتر خاموش کرده بود. و علیکم السلام سایمه سعید و تشکری خدمت میخوام با شما و با بینندگان و برادران و خواهران ابراز کنم.
аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҷазои хайртон битиҳад барои марафони ташкил кардаи шумо ва дигарон, ҳамаи шахсоне ки дар ин корҳои хайр якҷоя мебошед. аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ва аввали барноматонро камтар тамошо кардам, пас он баромада будам ва алҳамдулиллаҳ баргаштаму ва дохили барнома шудам ва хостам ки агар ки суолҳое ки бошад дар суолҳо ҷавоб дем апаҷон ва ҳамин хел. خب به هر حال شما به هر حال آگاهتر از ما هستید از حال مادر که شتابان خود گفتگو میکنید. رسا 5 روز شد، این شب ششم است الکی، اگر روزی سیوم باشد در تاجیکستان که الکی سنه ششم هست، سنه نهم هست، یعنی که چه وقت بردند مادرتان را، با کدام بهانه بردند؟ در این باره من بر شنونده ها چیز نگفتم چون آگاهی همگی از رسانه آزیا پلاس و آزادی اون چی که انتشار کردند من آن را بازگو کردم. در این باره خود شما میگفتید خوب بود. مرحمت. خب مشکل نیست. تقریبا من کمتر فراموش کرده بودم که کی انیکترش که تلفن مادر ما را گرفتم، یعنی که تقریبا 1 ماه پیش بوده است. 1 ماه پیش تلفن مادر ما را گرفته بودند. این هم به قرار سود. این هم به قرار سود و به قرار حتی یگان کس تنها با خواهشی همون رئیس ششم عدل، البته که نامو نصبش پسان پیشکش مردم خواهم کرد ان شاء الله، تنها با خواهش همون کس تلفن مادر ما گرفته شده بود. پسان روزی بزرگ کمتر عریض میباشم، پسان روزی دمین 2 فوریه با مادر ما زنگ زدن، گفتن که فردا آمده تلفن خودتون رو گرفته بره. اما روزی سوم که شد پدرم گفت که با تو برام، اما متاسفانه مادرم گفت که نه تنها میرم، تلفن من تیز گرفته و خونه برمیگردم. متاسفانه وقتی که مادر میره همه خیلی دیگه برنمیگرده. وقتی که صبح روزی سوم میره و وقتی که از بین تقریبا 6 ساعت که میگذرم پدرم خاطر میشود و همون شعبه کارهای داخلی با اصطلاح ششم عدل میره و میگه ببخشید چی گپه که زن ما به خونه برنگشت؟ میگه که زن شما در اینجا نیست، اینجا اومدگی نیست. میگن پس اون تقریبا میگم که من خبر یافتم که مادر من دعوت شدگی بود اما به خونه برگشتگی نیست و من دعوت صبر کردم که تا شب انتظار باشیم. تا شب آمد نه آمد اگر خیلی معلوم است که در کجاست در کجا نیست. اما متاسفانه شب دیگه نیامد و معلوم است که در دست مقامات است. 5 روز شد. بله همین گونه من راستی گپ در حیرت موندگیم باز همریز آوازهای من تماما گم شدگی بود همه طرفه، یعنی که یک امتحانی کمتر بزرگ بود برای مرا راستی گپ. اما در فهمشی ما حتی باوری نمیکردم که مثال مادرت را میکپن میگیرن میبرن و حتی با خشت بورت میگن که در اینجا نیست یا که اینجا آمدگی نیست. حتی ما باور کنین در ویدیو گذاشته خود حتی ذکر کردم که اکنون ما به درد مردم تاجیک رسیدم، اکنون ما مردم تاجیک امروز میفهمم که در حقیقت نسبت یک جوانی که مرا مثال 100,000 تماشابین دارم، میلیون ها تماشابین و 100,000 ابونچی دارم، نسبت من این کار کردن، پس جوانان تاجیکی که اونها 100,000 تماشابین ندارن و یک مثال در کلوب زندگی میکنن، در خوجند، در پامیر، پس چگونه حقوقهای اونها پایمال میشود؟ آنها را حقوقهاشون را پایمال میکنن و هیچ کس حتی خبر نمی‌آورد. انا مشکلی کلان در کجاست؟ اپای سایما که یعنی از رسانه‌ای شدن این رفتار ننگینشان هم یگان عاریت نمی‌کنند. از آن که امروز همگان گفتند چگونه دست مرد برداشته شد بالای زن که او را محکم کنند برده دزدند. دیگر این تلفن یک زن را ربودن و دیگر به زنگ جواب ندادن، این خودش الکه یک مردینه، این دزدی است، این فریب است. مرد شماریدن، مرد گفتن سخت ننگ است. هر نفر مرد می شمارد خود مرد نیست آنها را. من شما را اپا جان در این مسئلات هم میخواستم یک چیز خاطر رسان کنم. از همه دشمن اسلام، کلانترین دشمن اسلام این ابو جهل بود. بعد از ابو جهل پرسان کردم، گفتن چرا خونه محمد نمیروی در خونهش با او گفتم، یعنی که مسئلهش رو نمیبینی. گفتنی با زبان روسی میگن که من یعنی نمیخواهم تا که پسان بگویند که یعنی من فرزندای محمد را ترساندم. یعنی همون دشمن کلانترین اسلام
برای خودشان یک ننگ و ناموس داشتند و امروز با نام مثال متاسفانه مسلمان اما این گونه عملها را به انجام می‌رسانند. نه تنها ضد فرض‌ها و سنت‌ها مبارزه بودند، بلکه زن‌ها را دزدیدن. برای اینها با اصطلاح گویا مردک این چیز زیادی شده. صد افسوس که امروز خودشان نمیدونم توجیک و با تاریخ 25 میلیون ساله میگیرند این عملها را به انجام می‌رسانند. راست گپ یک شرمندگی تنها شرمندگی. و بله، یک اشتراکچی ما مادر که 80 سال زیاد عمر دارد گفتن در دوام حیات خود از یگان کشور نشنیدم این حال را. من هم در یگان رسانه نخواندم که مادر نفری را بوده باشند. تا امروز یک شرمندگی بزرگ شد در تاجیکستان و متاسفانه با نام مردها اجرا کردند این شرمندگی را. آغاز برنامه من هم همین خیل بولهب را مثال آوردم. شکند دست بولهب شکند، دست مستی ما و طرف شکند. بولهب داره ما در کشور و امروز زمام قدرت در دست اوست. این قدرت هم نیست، این سیاست هم نیست، این همگی یک مدت از امتحان گذشتن ملت تاجیک است. امتحانات خداوند است و امتحان خداوند بر همه ما مبارک باشد که ما را انتخاب کرده امتحان میکند. خداوند شما را هم انتخاب کرده خداوند و از امتحانش میگذارید. البته باور دارم حکمت دارد، این حکمت دارد. البته که من میتونم یکی از حکمت‌ها میتونم که داخل کنم پای سایما. ببینید که ما را مثال اپوزیسیا و ما شخصایی که جنایت‌های این مثال ظالم‌ها را نقل میکنیم، نه همه مردم تاجیک ما را دستگیر میکردن، نه همه مردم بودن. مثال از بین 100% 10-15% که از سیاست امروزینه راضی بودن، میگفتن که بله حجاب من است، ما حجاب نمیکنیم، اما ریش من است، نماز من است، اما شکری وطن تینجی را میکنیم. در وطن ما جنگ نیست، تینجی آزاد ما گشته میتونیم. اما امروز وقتی دیدن که یک زن رو دزدیدن و هیچ چیز نمیگویند، انا امروز اکنون آنها هم در فکر زدن که امروز وطن ما وطن تینج نبوده است، آباد نیست، آسوده نیست. البته که از حکمت‌ها همین است که همونها را باید شک پیدا کنیم. بله واقعا اگر در خود تاجیکستان می بودیم ما از بیرون بخبر می بودیم، ما هم بهشت گفته می گشتیم، از بهشت بخبر می بودیم. چون بیرون می شود هر نفر مهاجر می شود درک می کند که در چه حال است وطن. آفرینتان، بسیار تشکر می گویم. یک بار یک دانشمند را در استرافشند حبس کرده بودند و من از معروضه های نهایت پرمضمون همین دانشمند دین واقعا لذت می بردم، گوش می کردم امر معروف هایشان را و همین نفر وقتی حرف می زدند مردم آنقدر به وجد می آمد که هر چیز می گفتند قانون بر این قبول می کردند. هنوز جوان بودم در خاطر دارم و یک بار گفتن درباره آزادی پرنده ها را در قفس نگه داشتن اوبال است. آنچنان معروضه کردند که صبح دیگر، صبح روز شنبه، روز جمعه معروضه کردند، صبح روز شنبه تمام فضای استرافشن را پرنده های خوشخوان گرفتن، همه سر داد از قفس. این تأثیر سخن اون نفر بود و همین نفر را وقتی زندان کرده بودند من برایشان نوشتم حالت یوسف در بند مبارک باشد، امتحانات خداوند مبارک باشد و همین امتحان برای شما هم مبارک باشد. این غزل خیلی دور و دراز بود. گفتی مسجد فقط منبر ذکر یکتاست، نه پرستیدن یک چند مبارک باشد. می آوردن بر مسجد کاغذهایی که تعریف نجات دهنده سیاره بود، می گفتن من اینو نمیخوانم، این منبر نی حکومت نه از مسجد است، من خدا را تعریف میکنم و همان نفر را حبس کرده بودند. این خیلی روزها هم بود و مورد امتحان خداوند قرار داشتن شما به شما مبارک باشد. بغیر از هم این سخن را گفتنی هستم. تشکر که مهمان برنامه ما شده. خوش آمدید. خداوند تشکر خداوند. همین عین حال نوار دسترس ما شد که در آن برآمد کردن محمد باقر از پامیر، از بدخشان در بازداشتگاه بودند، فقط با زبان یخنابی برآمد کردن، گفتند شاید ترجمه نشده باشد هنوز. این نوار واکنش محمد باقر رو درباره بی‌عدالتی و بی‌قانونیتی حکومتداران در مرحمت. محمد باقر سوکن شهر خمرو اما 30 سال was بلایم از دست یک حکومت
نفهم چیزر ممکن دوست که روستم تا دوست که خوگاب تلومد دوست که خمردم جاد وستپاد سکنم من 30 سال است که از دست این حکومت در رنج بالم نسلی ورخوش از خب شاید از آن که از مقابل کاری‌هایشان میبرایم و مردم ما جوانان دوستمان میدارند هر کسی بردند کشتند حبس کردند که ما را آرام نمی‌دهند برای همین آنها مرا دوست نمی‌دارند جانبدار حقیقت هستم چند ما کوشش نمی‌کنیم بر حکومت صاحب ما فقط می‌پرسیم که ما را آرام بگذارند بر امن بگذارند سال 5000 سربازان بر کشور آسوده ما هجوم کردند هجوم نکردند یعنی 4 نفر آدمان اهل بدخشان را قتل کردند 10 نفر جراحت برداشتند یاره‌دار شدند 2014 بود روز روشن 3 نفر را کشتند یگان نفر برای کشتن ما فراموش نمی‌کنیم اینها را هرگز این حادثه ها را فراموش این دیتین جنوب همو رزروات سان خو نسلو ماشن نسل خان مانند همانه که نه یراق دارند اسلحه دارند ما مثل همانهایم در روبروی این دشمن هم نسنس دولت الخیر نچوجت نپرزدید ما را یگان جا نمیگذارند ما یگان دشمن ملت نیستیم دزگه چیز ماشن ماش ملکم مقدره که میخواهیم آسوده بگذارند توجیک دزگه جویل نس دزگه بیرام دزگه مدرک چون جنوب فنا تو هم جنوب نوشت ترامتات شد که دوست که یک نظره آرماش خیزمش چسوی تک بولم چیز گا هردا چودام نیور کور خماش هم شیچ دوز نولد پلکوف نکام برخو کمان دو چاس و باشان چاس ماشان برخو مرغوبم چود و بود قلما پندام چوی نوامید چاد بید دفعه این دخمن ماشته اوست خو تمارو نداف 136 کیلوگرین و منجوف مگونو چیز ندا چودیت از کور مای با جوی ای اردن سپتامه مردا که توی گنرال و قصات امید مز چود دخمن خویز جاد یا ویز خوب فام رئیس ولایت ویز و منجوف ندا مگونو مردم مگونو ندا از خجونم بیزور بسیرم نفهم دیور چیز گفورتن چشتین صوف موت چست وز باید خو سپورم وز خو چیزر سپورم وزم چیز شوش ماش هم تریشتیم گروه و تری گیلو ترویگا نای پروستا بیچورا مردم هم دسکا بیکت رئیس ولایت den lične preanstarmo. خدو يدمو officer بود در دمرغوف هلو خب بعدش فناع دکورا که این فهم و چیز از خودم سیز نسیل غنه ترام بود خویم خویا خو
کردم فوق چیز است خودست درسته خداف مسون دیدنش به مچیر خر محافظیرت و قصه هرو و نه اذا هیچ رئیس ولوات بساط شد دست حق چس متیدی اوز باید ماوی اوز چیزار ماوی اوز مثل شاروان پرتون زکونا پسلوشنیو اوز اون سوی تفورنس نروشات نشوش و دوست که دام بسون خمردمیک جاج روز آمد تروی ترامد هرو دوست دید نلاک آمد به تعقیب چیدد و داد چای ما پیستتا دزگایده مردم تروریست این داف و بیت این داف ایده مشکلای این زید خواهی بینش و ماشته چوید باجوی داف بانسی شچین سس متچس یک کریناک بیچورا بوخرین و روشنای خودو دستگتا نبوف وزم یوم روانجین دروزین ورما چودم ای غلط مسکنم شچین ادوی ووش بیناک هر خطر یتنا بود معورف انگا هر چود داغ چود انترویو یمان تروریسم ولید خطیا وزم نه دوین چتت نه مفام تت نه وزد فام و مچنوی سرام و تروریست لی مثل تروریست خوبه مولماین تروريزي ربط كيخ برومات بازورة مولماين رصيف جون بيفتير شو خليهم درا مولم دسكاماك تط مولم تون تكور تربيات شيدو مباش كاشت بسيو ستون شيرا رونا يويو لابده تو رئيس ولويات مدارك شو نفهم شيركي خبث نفهم تو شيركي آدم مجبور شد آدم زاگ نه ووگل مسول ای چورا آدم در چوز نفهم تدایز گارتون دام در لود نه پرو از دمز بود معورف یومز اسلام جدا یومز قصادس که دست آمه چو خداست آمه چو خروسته خدا آش خطیدو تی ماش وری کد ماش جوگا که خرچ مردم ارتا کرک پل خوب گو یکوی مثل خود زوگ خطوی مثل خب بعد جو تروریست لی ماش نمک دونن ده تف مثل وز نفهم وانجینین دویم دستگاه نفر خودم مش نفهم چیز گاف سد یا چیز بلویم اصلا آنجا در روز مردم از چیزم وزم آچر تمر خیونت نچوش وزم تمنیونت نمک خور ساخ ایدین ماشان دو دمینین تمام و رومان این خاطر از گور نیست ماش رو یک شش دا انفرماسیون و اینا تیز و این چوش تردی زین ماش داد با ماش تروریست لیوند هر چیز تات ماش هر نیست ممکن ماش با قروره کرد میفهم نه دسکا نیست ماش تا آت شفت ماش نه خو مختوریت دا کامت نه خوی چیز کرد دا پجال استدی وزم تیورای دا زینیت اما ماش تا خو کال تمر آت شفت خام نکنم آت شفت تو رئیسان لیش نپریانس تر ما از خوزستاهم دو تو پشردید شلوق چودم تا آی تو خواب فهم چیز جان آنه چیزت رئیس سوز خواب تو نامو پیخ تاجه تو چای او بو لتنان تو آنت مرد تو ستاش لتنان فتر کبیت تا تو رسن تو گنرال تو دال اما خود وجین فهم کودک تو غای توم به مچیر از زستاوت خواب از وین تو چیر چه خوست تو نه چه قبول روز تو آچات نه تو قبول متا نه تو پرزنواتم دست گتر هر چیز گمستور سفر تیورای ماش خوبو یادید فوق ماش زینیت خو
Schiet wo der Gewusch, also jeder Spitz Padras der Lenin, wo du auch Marschlaki, Marscham Chirchus, Marscham Chodaulat Paradumchu, Tarigilo, Tarpigilo, Tararjo, ila Terrorist Marschlevin. Ik tu daroze to mo terrorist löda to się das masalu tu harmanda asa to podtarigil. Ane kuresa rujat seo to as regionat khognun taram yena farnes nestamon taram 50 nafar as wanj 50 nafar as daroz terroristi tama ustoyu wanj daroz mardom nalimat kedar chayude вокруг Децапов. Уран террористы, да решит вот депутат, мы хоть спить под разделение, народ, а здесь вот хо границы, это хо чиз, это ну тамаш таман, чи усуях маш, лаки маш тандагя. Мардом озом е умре таман на пардул, жати нагата таман пардус, хо халк жадус пинстов хозину. Мардомик бовар дивар маки, и в интервью телевизор чихто набув, маш бач каш фок касал. Остама телевизор чих начесин тама передача, уже хармандасит куре тамаких. Шеда да кальцон во петевж маш ме бар ме пичора деоре азет кешидай бар харахтоз мели мақуне. Als maar June is maar zeer toe, zo maar dan ik weet, jam samen met burger, Godo, hard cheese body wat safur, en maar ik nooit ga, zodat man oostne, ik nooit ga dat, niet hier dat je ballo kennen, dat maar aan stijlrader, maar aan salones. Может, жир хотят там опих даже. Хобу, это сунете, получите. Хобу, это могу пентур раисы велоя. Вечером мардом, as маш джуни, маш серчу. Их зона ботов. Тундо тоджойтар, торма, хобу, за изнасилование, тарам хойке. Спезалар, чем то цин, то в санджу куреса. ده جاتم تو تر خزستاف قبول نشو اگر باشان دفتر تر مکتب هم اسماش تو بوخت نه پس نیم ماش سیفو ایزا که تو ترم سوتر پگران استوت چطور خو اکادمی گین شتاب خو تو بود гаакс международный трибунал судки за преступление против человечества. Хобу, могу пекать фонту, ту хаб хош. Честь имею. آفرین اشکی ناترسانه از داخل، آفرین بر کل مردم بدخشان. واقعا با گفته روزها ریسپکت میگویند که از داخل بدخشان که او را همگی یک چند نفر برادرها دادرای بیراق محافظت میکنند، انا این نوا را توانستند گیرند برارند بیرون. در بدخشان اینترنت نیست، گرفتن تیار کردن بیرون برآوردن ترجمه کرده الکه پیشکش همگان کردند. 100 بار آفرینشان میخوانیم احسن برای مردم بدخشان. و همین واقعه ها حکمتش این است که چگونگی مردم بدخشان را یک بار دیگر دیدیم و قائل شدیم. انا برای چی حتی در زمان شوروی هم نسبت مردم این کشور احترام زیاد ظاهر کرده ولایت خودمختار اعلان کردند. اینها می توانند خودشان را به یگان حکومت دیگرگون به کمک دیگرها اداره کنند. خب رسا 3 ساعت بیشتر از 3 ساعت می شود که با شما بسیار منتظر هستم که دوام همین ساعت های دراز با ما بودید. برنامه پرنده های مهاجر بود. بار اول ما اینقدر فرصت طولانی با شما بودیم. یک بار دیگر من بسیار میخواستم از نام شما هم گویم دست دعا بردارید. مادر جان ها، اکثریت شما مهاجر هستید، مادر هستید،
مظلوم هم هستید، ظلم کردن نسبتتان، همین مهاجر بودنتان مظلومی است. شما باید در وطن یال و بال زده قنات کشاده زندگی کنید سیر و پر. انا همین دست دعایتان رو برداشته دعا کردنتان، دعای شما را خداوند البته مستجاب میگرداند. رو به درگاهش کی آورده و گشتی ناامید، چون گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. در همین جا برنامه پرنده های مهاجر را که با موضوع بشکند دست مادر آزاران بود به خاتمه میرسانم. تا برنامه های دیگر شما را به پناه خدای پاک و کریم میسپارم. شاد باشد.